فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پس اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در این شب‌های سرد مهمان کانون گرم خانه های شما هستیم. طبق روال هر هفته دوشنبه ها با برنامه پرسش و پاسخ که به سوال های شما بینندگان عزیز پاسخ میدیم. در این برنامه نیز در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشی داریم و بفرمایید. منم خدمت جناب عالی عرض ادب و سلام دارم و همچنین خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمندی که این برنامه را انتخاب کردند و به پای این برنامه نشستند. عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم. خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، همونطور که قبلا اشاره شده و در ابتدای شروع برنامه ها هم اشاره میشه، روش ما برای این روشی که قرار دادیم برای اینکه شما بتونید با ما ارتباط بگیرین چندین نوع است که به عنوان مثال گفتیم از طریق SMS یا از طریق ایمیل و از طریق تماس تلفنی در خود استودیو و یکی از راه هم از طریق ارسال پیام های صوتی به پیامگیر شبکه است که امروز قصد داریم باذن الله کسانی که از طریق پیامگیر شبکه تماس های صوتی فرستادن و سوالهاشون رو مطرح کردن را بیشتر معطل نکنیم و برنامه را با این تماس ها آغاز بکنیم، یعنی از طریق تماس صوتی که از طریق پیامگیر شبکه بوده است. از اتاق فرمان خواهش میکنم که اولین پیام صوتی را پخش بکنن تا سوالشون را مطرح بکنن. بفرمایید. سلام استادان بزرگواری. عیسی هستم از فنوج نیکشهر بلوچستان ایران. چند تا سوال داشتم از استاد بزرگوار مولانا عبدالقدوس دهقان. اولین سوالم این است که آیا عکس گرفتن غیر ضروری حرام است یا نه؟ و یه سوال دیگه داشتم، 30 مسقال طلا دارم، 30 مسقال طلا خانم من داره، آیا 30 مسقال طلا در سالانه زکاتش چقدر میشه؟ یه سوال دیگه داشتم که وقتی که زنی زایمان میشه آیا به خاطری که تعویض میدن به خاطر شیرگوشا یعنی همون شیر زن بیشتر بشه، آیا این حلال است یا حرام است؟ با تشکر از برنامه خوب. خدا حافظ. بله بینندگان، جناب استاد سوالا شنیدین و بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم عرض سلام دارم خدمت این شنونده و بیننده عزیز و ارجمندمون. و سوالی که مطرح کرده بودن درباره حکم تصویر و عکس گرفتن. در روایات اسلامی که روایات متعددی وجود دارد و تعدادی از اونها صحیح هستند مبنی بر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین کردند در کسانی رو که در واقع یا تهدید کردند و وعید وارد شده برای مصورین. حتی در روایت اومده که این اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورین، که در روز قیامت سخت‌ترین عذاب از آن کسانی هست که تصویر می‌سازند و مصور هستند و در روز قیامت به اونها گفته می شود که احیوا ما خلقتم، اون چیزی رو که شما آفریدید خلقش کردید بیاید زندهش بکنید و فلیخلقوا ذره، بیان یک مورچه ریزی رو بیان خلق بکنند اگر واقعا چون این توانایی رو دارند. به استدلال از این احادیث طیف گسترده ای از علما و مجتهدین نظرشون این است که هر گونه تصویر
اهم از این که با دست باشه، نقاشی با دست باشه، به صورت مجسمه و برآمده باشه، یا اینکه با وسایل امروزی باشه، با دستگاه ها و دوربین عکاسی یا موبایل و اسباب دیگر باشد. همه اینها رو جزء این موارد میدونند و حرام اعلام کردند این موارد را به صورت کلی. اما وقتی که به محتوای این احادیث ما برمیگردیم، نگاه میکنیم و محل نزول را، سبب نزول را و احوال مردم را در اون زمان و خصوصا تعابیری که در این روایت اومده که فلیخلقوا ذره، یا این که الله متعال در روز قیامت به اونها میگوید که آنچه را آفریدید بیاید زنده بکنید، مجموع این قرائن را وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که این وعید شامل حال کسانی که امروزه با دوربین عکاسی میکنند نیست و نخواهد بود. و این عکس گرفتن امروزه هیچ هنری برای اون کسی که عکس میگیرد هیچ هنری رو در بر ندارد و اون کسی که تصویر میگیرد عکاس هست و هیچ گونه ادعای این رو ندارد که یک چیز رو خلق کرده، آفریده، تا اینکه این وعید الله متعال شامل حالش بشود که آنچه را که آفریدی، خلق کردی، یا اینکه شبیه سازی بشه به خلقت الله متعال. این صرفا یک نوع به تعبیر فقها حبس ذل هست، یعنی سایه رو در واقع حبس کردند و نگه داشتن همون وضعیت و حالتی رو که انسان در اون وضعیت قرار داشته. پس بنابراین از دیدگاه من این عکس گرفتن با دوربین عکاسی باشه یا با موبایل و ابزار دیگر باشد، این جزو اون وعیدی که در این زمینه وارد شده نیست و این تصویر گرفتن با موبایل جزو تصویرهای حرام شمرده نمی شود. این در اصل این عمل هست. در اصل عمل عرض کردم که این گناهی رو ندارد، اهم از این که بنا به ضرورت باشد که هیچ حرفی در اون نیست، حتی بدون ضرورت هم که باشد، صرفاً به خاطر این که خاطراتی زنده بشوند یا چند نفر این خاطراتشون رو ماندگار بکنند، مراجعه بکنند به اون یا استفاده های دیگری از آن ببرند، این گناهی رو در بر ندارد. اهم از این که عمدی باشد، بنا بر ضرورت باشد، یا این که بدون از ضرورت باشد. منتها موردی که در این زمینه حرام هست و از نظر شرعی اشکال دارد این است که اینها رو مثلا این تصویری رو گرفتن، چاپش بکنند، پرینتی از اون بگیرند و اینو در منزل آویزان بکنند. این موردش حکمش کاملا جداگانه هست. اصل تصویر گرفتن با دوربین های عکاسی یک حکم جداگانه داره که عرض کردم اشکال شرعی ندارد، اما آویزان کردن، آویختن این عکس ها در منزل یا در جاهای دیگر، این در واقع ممنوعیت شرعی دارد. در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که در منزلی که عکس و تصویری آویزان باشد فرشتگان رحمت در اونجا وارد نمیشوند و تمامی فقها اینو قید کردن در منزلی که عکس هست، عکس انسانی هست یا زیروحی هست، حیوانی هست، نماز خوندن در اونجا مکروه هست و شدیدترین کراهتش زمانی هست که این عکس روبروی قبله باشه، روبروی نمازگزار باشد و بعد از آن سمت راستش باشد یا سمت چپش یا بالای سرش باشد. اینها همه درجات کراهت هست. این موردش حرام هست، جایز نیست. اما صرفاً خود تصویر گرفتن با دوربین عکاسی هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی رو ندارد. و سوال دومشون درباره 30 مثقال. بله، طلایی که انسان مصرف میکند و استفاده میکند به دو شرط این زکات دارد از نظر شرعی. اول این که به معیار مقدار نصاب اصلی برسد و اون سقفی که در شریعت تعیین شده برسد که همون 20 مثقال هست. کمتر از 20 مثقال باشد در واقع زکات ندارد. و شرط دومش حولان حول هست، یعنی این که یک سال کامل بر ملکیت این طلا باید بگذارد. 20 مثقال باشد حد اقلش و یک سال کامل، یک سال قمری بر آن بگذارد، بعد از این زکات دارد. و زکات طلا و زکات پول نقد 2.5% هست. یعنی ایشون سر سال که شد سال زکاتیشون، این طلا را 30 مثقال رو محاسبه بکنند قیمتش در بازار چه اندازه هست، 2.5% کل قیمت را در واقع به عنوان زکات بدهند. یا به تعبیر دیگر که کمی عامیانه تر هست، 41 بدهد. یعنی کل این مالی رو که قیمت این طلاها هست این تقسیم بر 40 بکنن، یکی از این قسمت ها را و این سهام را به عنوان زکات باید پرداخت بکنن. و مورد آخری که اشاره فرمودن تعویض دادن برای زیاد شدن شیر
هم از این که شیر انسان باشد یا شیر حیوان باشد، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد. این مواردی هست که انسانهایی که در واقع دستشون کوتاه هست، از درآمد دیگری ندارند، خودشون رو زدن به این راه و از اموال مردم تغذیه میکنند و به حرام اموال مردم رو میخورند، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد. ما سالهای سال درس خوندیم، تمام کتابهایی که همین افراد خوندند که تعویض میدهند، به قول خودشون دم و دعا می نویسند، تمام این کتابها رو ما خوندیم، بیشتر از اون هم خوندیم، اما در هیچ یک از این کتابهای شرعی و دینی ما اینو ندیدیم که رسول الله صلی الله علیه و آله تعویضی داده باشند یا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله برای این موارد تعویض رو داده باشند. اینا تمام اختراعاتی هست و ابداعاتی هست که انسان‌هایی که چاره‌ای نداشتند برای امرار معاش خودشون این دعاها رو، تعویضات رو نوشتند و ادعا کردند که این تعویض برای فلان مریضی هست، برای فلان مریضی هست. این هیچ گونه تأثیری رو بر زیاد شدن شیر زن ندارد و اون چیزی که باعث ازدیاد شیر زن میشد تغذیه صحیح و درست است که باید به این زمینه توجه بیشتری بکنند، اما به وسیله تعویض چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد. اگر کسی هم ادعا کرده ادعای محض و دروغینی هست. تشکر میکنم از شما. اتاق فرمان تماس صوتی بعدی بینندگان را پخش کنیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. من محمد هستم، از رباکریم تماس میگیرم، کشور ایران. میخواستم بگم یه زنی که بیشتر وقتا در حال حیض باشه، بعد حالا هستن این دعا نویسا، بعد حالا یه دعا نویسی گفته که این چله انداختن روش که بیشتر اینجوریه، بعد حتما باید چله‌ش هم با آیه قرآن این چله رو ازش ببریم. آیا میخواستم ببینم همچین چیزی درست هست یا نه. بعد یه سوال دیگه هم که داشتم، میخواستم ببینم وقتی از من شافعی مذهب هستم، از یه زن و مردی اسپرم میگیرن و در رحم یه زن دیگه قرار میدن، آیا این درست هست یا نه؟ ممنون، خداحافظ. بله، تشکر میکنم. در مورد سوال این اولیشون متاسفانه همون سوال قبلی هم همین مطلب رو در بر داشت که انسان‌های دعا نویسی و تعویض نویسی ادعا می‌کنند که این کار رو در واقع می‌توانند معالجه بکنند با این دعا خواندن یا نوشتن دعا و آویزان کردن این دعا بر روی گردن یا بدن بیمار. این بحث استحاضه، یعنی بحث کسی که ایشون تعبیرشون این بود که حیض دائم دارد. ما حیض دائم نداریم. حکم حیض یک چیز جداگانه هست و کاملا مشخص هست و حکم استحاضه یک چیز جداگانه هست، در احکام شبیه همدیگر نیستند، کاملا با هم دیگر متفاوتن. حیض معمولا در هر ماه یک بار، عادت ماهیانه به این خاطر میگن که در هر ماه یک بار اتفاق میافتد و هر خانومی و هر زنی یک عادت مشخصی رو دارند، از یک هفته گرفته کمتر یا بیشتر عادت ماهیانه شون هست و از نظر شرعی زمانی که این عادت ماهیانه شروع می شود نماز و روزه ساقط هست، نمیتونن نماز بخونند، یعنی نماز خوندنشون درست هم نیست، قضا هم ندارند، روزه نمیتوانند بگیرند و روزه بعداً باید قضا بیاورند و خواندن قرآن، رفتن به مسجد یا رفتن به طواف خانه کعبه اینها جایز نیست و همچنین هم خوابگی و هم بستر شدن در این ایام ناجایز است. این احکام حیض هست. استحاضه یعنی کسی که حیضش در واقع طولانی شده، اون ایامی که میبایست خونش بند بشود بند نشده، به جای اینکه مثلا یک هفته بوده فرض کنیم الان به 2 هفته رسیده، به 3 هفته رسیده، به صورت کلی خون بند نمی شود. این اتفاق در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار افتاده بود. اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله از حکم شرعیش سوال کردند و یک چیز کاملا فطری هست، امروزه هم وجود دارد، در اون زمان هم وجود داشت. یک پدیده جدیدی نیست که کسی مولای بیاد ادعا بکنه که این به خاطر دعایی هست که نوشتن، به خاطر سحر و جادویی هست، یا به تعبیر این بینندهمون که گفتن چله‌ای رو انداختن، چون این چیزی وجود نداره. در این زمینه روایات صحیحی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند حدیث فاطمه بنت ابی حبیش که در این زمینه خیلی معروف و مشهور هست و رسول الله صلی الله علیه و وقتی که ایشون اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و نوع این خون رو براش تعریف کردن و گفتند که خون حیض معمولا سیاه هست و یک بوی خاصی رو دارد.
این تعبیر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که فانه اسود یعرف یا یعرف، هر دو تا خونده میشه. یعرف یعنی اینی که عرف خاص خودش را دارد، بوی خاص خودش را دارد، سیاه رنگ هست، تیره هست و بوی خاصی را دارد. یا اینکه یعرف مردم همه میشناسن، زنان خودشون تشخیص میدهند که این خون قاعدگی هست یا اینکه خون جداگانه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی که اون خون اولی بود، یعنی اون خونی که تیره بود، رنگ تیره رو دارد و از بویش مشخص هست که بوی که خون قاعدگی هست، حکمش رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که فمسکی عن الصلاه، در اون ایام شما نماز نخون. فاذا کان الاخر، اگر وقتی که خون دوم بود، یعنی خونی که تیره نیست، شفاف هست و اینکه اون بوی خاص عادت ماهیانه رو ندارد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فتوضئی و صلی فانما هو عرق. این تعبیر رسول الله هست. رسول فرمودند این یک رگی هست که دهان باز کرده، نگفتند که این در واقع یک سحری هست، جادویی هست یا کسی بندی در واقع برای شما نوشته چله را انداختن، چون چیزی وجود نداره. تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که فانما هو عرق، این یک رگی هست که دهان باز کرده و در این ایام اون احکام حیض وجود نداره. یعنی زن مکلف است در ایامی که، یعنی فرض بکنیم که عادت ماهیانهش همیشه یک هفته بوده، زنی عادت ماهیانهش یک هفته است، تا این یک هفته باید صبر بکند، از آغاز شروع عادت ماهیانه تا این یک هفته صبر بکند. بیشتر از این شد، به 10 روز 12 روز 2 هفته کمتر بیشتر رسید، این در واقع همون خون استحاضه حساب می شود و این ایام جزء قاعدگی محسوب نمی شود. در این ایام زن مکلف است که برای هر نماز وضو بگیرد. بعد از این که یک هفتهش تمام شد، عادت همیشگیش تمام شد، غسل بکند ولو اینکه خونش بند نیاید. بعد از این برای هر نماز وضو بگیرد و نماز خودش رو کاملا بخواند و این جزء اصحاب اعذار هست که این عذر شرعی رو دارند، با وجود این که خون ببیند اما باز هم وضوش درست است، یعنی وضو بگیرد، با اون وضو دوباره میتواند که نماز بخواند، برای هر وقت نماز جداگانه وضو بگیرد. اما این که پیش مولای بروند، دعانویسی بروند که چله رو انداختن، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد. سوال بعدیشون که پرسیدم درباره اجاره رحم ایشون پرسیدم. اجاره رحم برای کسانی که یعنی امکان دارد خانمی خودش از نظر جسمانی مشکل تولید رو و باردار شدن رو نداشته باشند و بارور هست اون تخمکش، بارور می شود اما نمی تواند این رو در رحم خودش نگه دارد و این در واقع توانایی رو یا این استعداد رو در واقع بنابر بیماری که دارد نمی تواند که این رو بچه رو در شکم خودش بزرگ بکند و این رو نگهداری بکند. از نظر شرعی جایز هست که این جنین را به اصطلاح نطفه ای را که لقاح صورت گرفته یا این که خود نطفه این مرد و زن رو بگیرند خارج از رحم اینو لقاح بدن، دوباره برش گردانن به رحم خود این زن، در به قول معروف که در دستگاهی اینو بارور بکنن دوباره برگردن به رحم، این هیچ گونه اشکال شرعی رو ندارد. اما این که نطفه یک مرد و زن بیگانه رو بگیرند و در یک رحم زن بیگانه دوباره جا بگذارند و به طور به اصطلاح معروف اینو اجاره بکنند، این چون این چیزی از نظر شرعی جایز نیست. اگر نطفه از خود این مرد و زن هست بیرون بارور شده دوباره برمیگردانند اشکالی ندارد. اما این که این نطفه رو بگیرن در رحم یک زن بیگانه‌ای در اونجا کاشت بکنن و بعدها اینو در واقع به دنیا بیارند، این جایز نیست. و بالفرض اگر چنین کاری رو هم انجام دادن، این نطفه مال اون کسی نیست که اینو در شکم خودش جا داده، در رحم خودش اینو بزرگ کرده و اینو به دنیا آورده. این نطفه و این نسب مال همون کسی صاحب اصلی این نطفه هست، همون مرد و زنی که در واقع نطفهشون رو گرفتن و در رحم این زن کاشتند. بله، جزاکم الله خیر. اتاق فرمان پیام صوتی بعدی رو پخش کنیم. با سلام و خسته نباشید. به تمامی دستان در کارن شبکه رسال حق سامانه هستم از ایران. می‌خواستم بگم که من دانشجوی رشته حقوق هستم. بعد فارغ التحصیل اگر از حق یک گناهکار مجرم دفاع کردم و بابت این پول گرفتم، محاسن میدم این پول حلال هست یا نه؟ برای من توضیح بدید. مرسی، ممنون، متشکرم. دست همه شما عزیزان درد نکنه.
بفرمایید جناب دکتر. از نظر شرعی یکی از مواردی که در خصومات در واقع حرام هست شهادت به ناحق هست. بله. صرفا این که یک فردی بیا از شهادت ناحقی رو بدهد به خاطر این که حق یک مسلمانی رو ناحق بکند یا این حقش رو از اون بگیرد و این حق به اون برادر مسلمان نرسد، این خود شهادت زور یکی از گناهان کبیره محسوب می شود. چه برسد به این که فراتر از یک شهادت زور باشه، فراتر از شهادت دروغینی باشه که اون در واقع به عنوان یک وکالت باشه که اون وکیل مجبور باشد که خواه ناخواه و تحت هر شرایطی چه حق ناحق از موکل خودش در واقع دفاع بکند، چون این چیزی قطعا حرام هست و جایز نیست. هم در بعد شهادتش حرام هست و جزء گناهان کبیره محسوب می شود و هم در بعد خود اصل قضاوت هم شهادت به دروغ حرام هست و هم وکالت به ناحق حرام هست و هم قضاوت به ناحق حرام هست. به طور مثال در مورد قضاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در ابو داود و ترمذی هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که القضاة ثلاثه، قاضیان تقسیم به 3 گروه هستند، یعنی 3 نوع قاضی در واقع ما می‌دانیم، قاضیان فی النار و قاض فی الجنه. 2 قاضی جهنمی هستند، فقط یک قاضیشون میرود به بهشت، یعنی به خاطر اهمیتی که این موضوع دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قاضی که قاض قضا بغیر الحق و هو یعلم فذاک فی النار، قاضی که قضاوت بکند به ناحق در صورتی که حق را میداند، خودش حق را میداند اما به ناحق قضاوت میکند، این قاضی جهنمی هست. و قاضی دیگری که قضاوت به ناحق میکند اما نمیداند که قضاوت به ناحق کرده، قضاوت اولی ناحق بود اما دیده و دانسته قضاوت ناحق میکرد. قاضی دوم قضاوت ناحق هست اما نادانسته چون این حکمی رو انجام میدهد، این قاضی دوم هم جهنمی هست. و تنها یک قاضی که قاضی هست که به حق قضاوت کرده، دیده و دانسته و به حق قضاوت بکند، این قاضی در واقع قاضی بهشتی هست. و حکم وکالت رو هم می شود بر این قیاس کرد. یا در روایت دیگر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما انا بشر، من بشری هستم. گاهی وقتی شما میایید نزد من 2 خصومت رو یک در واقع معامله رو میاری نزد من که نیاز به قضاوت داره، میگه فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، شاید که بعضی از شما ابلغتر باشید، گویاتر باشید، پرحرفتر باشید، بتونید که حجت خودتون رو غالب بکنید بر دیگران. منم بشری هستم، تحت تاثیر قرار بگیرم، شاید من گمان بکنم که این انسان صادقی هست. اگر من تحت چنین شرایطی قضاوت کردم، من یک تکی از آتش جهنم رو بریدم به این شخص دادم، قبولش میکند قبول بکند، قبول نمیکند قبول نکند. یعنی این که مجادله در ابراز حق و این که با هر راهی که مونده، با راههای دروغ و با سفسطه و زبان درازی بخواد یک حق ناحقی رو بیان حق بکنن، این در واقع گناه بزرگی هست. چی این از جانب شاهد باشه هم حرام هست و جزء گناهان کبیره هست، چی از طرف وکیل باشه هم گناه و ناجایز هست و اون مالی که به خاطر چنین وکالتی گرفته هم حرام هست و کسب حرامی شمرده می شود، و هم قضاوت به ناحق اون هم در واقع در شریعت اسلامی حرام و ناجایز است. جزاکم الله خیر. پیام صوتی بعدی بینندگان پخش کنیم. الو سلام، من از افغانستان زنگ میزنم، میخوام پیام بگذارم. من مای 30 روز روزه رو خوردم ولی که مریضم نبودم، درست صحیح و سالمم بودم. میخوام پیامم بگذارم ببینم این روزه چجوری، این روز بعد برطرف بگیرم، یعنی که یه روز بگیرم یه روز نگیرم، چجوری بگیرم؟ تشکر از پسالت. بله، کسی که در ماه مبارک رمضان روزه فرضی رو ترک کرده، اونم بدون سبب، چه با سبب بوده باشه چه بدون سبب باشه، سبب مانند بیماری باشه، مانند سفر هست نتونست روزه بگیرد، یا اینکه بدون سبب روزه گرفته، بر هر دوتاشون قضا لازم هست. چه زنی که در حالت حیض بوده، چه انسانی که بیمار بوده، یا فردی که در حالت مسافر بوده، مجاز هست برایشون که روزه نگیرند. زن حایضه و قاعده نمیتونه روزه بگیره اساسا، اما 2 نفر دیگه میتوانند روزه بگیرند و منتها نمیخواستند که روزه بگیرند. این 3 مورد. یا کسی که به صورت کلی عمدن و قصدن هم روزه رو نگرفته در ماه مبارک رمضان، حکمش این است که یک روزی رو باید به جای اون روزه بگیرد، یک روزی رو به جای اون روزه بگیرد، مگر در یک صورت
نیست مگر در یک صورتی که روزه بوده باشه انسان، اهم از زن یا مرد روزه بودن در روز رمضان، در حالت روزه با هم دیگر همبستری کردن، در روز رمضان و در حالت روزه با همدیگر همبستری کردن، در اونجا کفاره هم باید بدهند، یعنی 60 روز و به جای اون یک روز باید روزه بگیرند. اما در حالات عادی فقط یک روز قضا داره، کفاره در واقع ندارد و قضا آوردن الزامی نیست که حتما پشت سر هم باشد. اگر میتواند پشت سر هم روزه بگیرد که زودتر تمام بکند، این حق و اختیار رو داره، هیچ گونه اشکالی نداره. اما اگر این توانایی رو نداره میتونه یک روز روزه بگیره، 2 روز دیگر استراحت بکنه، روز بعدی رو روزه بگیرد. این کاملا برمیگرده به اختیار و سلیقه خود شخص. جایز هست که پشت سر هم روزه بگیرد و همچنین جایز هست که فاصله بیاندازد و با فاصله این روزها رو بگیرد. و در این حالت کفاره هم نداره؟ یعنی کفاره نداره. بله، تشکر میکنم. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان رو نیز زیرنویس بکنن که کسانی که میخوان تماس بگیرن الان میتونن تماس بگیرن و فقط خواهش میکنم که از طریق تلفن صدای ما رو بشنون و صدای تلویزیون را پایین بیارم. لطفاً تماس صوتی بعدی بینندگان را پخش کنید. بله، سلام علیکم. من عایشه هستم از شهر هرات. میخواستم درباره طرز خواندن نماز زنان بفهمم. اگر امکان داشته باشه امور را به تلویزیون نشر کنید. تشکر. خدا حافظ. در مورد نماز زنان احکامی که وارد شده در شریعت اسلامی عام هست، هم برای زن و هم برای مرد. در هیچ جایی از روایات صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نداریم که زنان، یعنی نحوه نماز خوندنشون، بحث پوشش زن در هنگام نماز یک بحث جداگانه هست، اما در کیفیت نماز خواندن در میان نماز زن و نماز مرد هیچ گونه تفاوتی وجود نداره، هم از نظر شکل ظاهری ادا کردن نماز و هم از نظر شکل باطنی و معنویش. اذکار و اورادی که در نماز خونده میشه کاملا زن و مرد با هم دیگر متفاوت هستند. منتها فقط برخی از فقها نظرشون این هست، برخی از فقها هست مستندی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که صحیح باشند چون این چیزی وجود نداره و متفق علیه در میان تمام مذاهب اسلامی نیست. برخی از فقها در برخی از مذاهب مانند مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند که زمانی که زن به سجده میرود یه مقدار خودش رو به زمین بچسباند، یعنی کاملا بدنش رو بلند نگه ندارد و خودش رو نزدیکتر بکند به زمین، بچسباند به زمین، جمع جورتر باشه. این از نظر فقه حنفی و برخی از فقها این نظر رو دارند. اما از نظر احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و از نظر بقیه مذاهب هیچ گونه تفاوتی در میان کیفیت نماز زن و مرد وجود نداره. به همون کیفیتی که مرد نماز میخونن به همون کیفیت زنان هم باید نماز بخونن. تشکر میکنم. تماس بینندگان رو میگیریم. اولین بیننده، سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای تلفن از تلفن صدای ما رو بشنوید و صدای تلویزیون رو کم کنید. بیننده عزیز جان، سلام علیکم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. میگم که یه سوال داشتم داداش. در خدمت شما هستیم. من الان تو ایران همین قرآن شریف چاپ ایران میخونم، مثلا ثوابش به من میرسه یا نه؟ مال چاپ پاکستان رو باید بخونم. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو، خوبید؟ و علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً صداتون رو بلند کنید چون که صدا خیلی ضعیفه. یه سوال داشتم. بفرمایید، در خدمت شما هستم. من از ایران زنگ زدم. در خدمت شما. وقتی کسی از دست کسی شاکی باشه به ناحق گناه داره یا نداره؟ بخش صداتون خیلی پایینه، اگه لطف کنید صداتون رو بلندتر کنین. الو، وقتی یه نفر بله؟ وقتی یه نفر به ناحق از یه نفر شاکی باشه گناه داره یا نداره؟ بله، انشالله پاسخ را دریافت خواهید کرد. خدا سلام. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. فقط صدا را از تلفن بشنویم. سلامت باشین، بفرمایید. بله ببخشید، من یه سوال داشتم. من یه زنی هستم که
چند سال نازام ولی تخمکام باربر نیست. من میخوام چی بگم از یه زن دیگه تخمک بگیرم، آیا میشه یا نه؟ بله. الو صدا میاد؟ بله سوالتون واضحه، انشالله پاسخ را دریافت خواهید کرد. الان جواب میدید؟ من از کشور عراق زنگ میزنم، از کردستان عراق. گفتم تخمکام باربر نیست، من میخوام تخمک از یه زن دیگه بگیرم، امکان داره یا نه؟ انشالله بعد از تماس رو گرفتیم انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیون رو کم کنید و از تلفن صدای ما رو بشنوید بیننده عزیز. من نورالله درویش هستم از افغانستان. خودم حالا تو ایران زندگی میکنم. در خدمت شما نورالله. بفرمایید. سوال من همین است، تو افغانستان جهاد جایز هست یا نه در مقابل دولت افغانستان و مقابل امریکایی‌ها؟ بله. انشالله پاسخ دریافت کنید. سوال بعدی هم این یه سوال دیگه هم داشته می‌بخشید. تشکر میکنم. سوال من بعدی اینا هستن که تو افغانستان بعضی یا مثلا خیلی زن و بی حجاب هستن، اینا عذاب داره تو اون دنیا یا نه؟ زنانی که بی حجاب هستن در اون دنیا آزار داره یا نه؟ بله. تشکر میکنم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفاً صدای تلویزیون رو کم کنید و از تلفن صدای ما رو بشنوید و بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. خط شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده عزیز. خب داشت من عبدالله از افغانستان زدم. یکی هست خب اینجا با یه سگ یه کار انجام داده، حالا هر چی میکنیم باشه صداتون زیاد واضح نیست، اگه لطف کنین یکی بلندتر صداتون بالا ببرین. میگم یه کاری با یه سگ انجام داده. خب بله شنوید یه کاری با یه سگ انجام داده، دیگه توبه کشیده، این چجوری گناهش؟ بله انشالله پاسخ را دریافت خواهید کرد. تشکر میکنم. بیننده بعدی رو بگیریم. الو سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. حتی سوال داشتیم وای مسئله وای بس جبد مسئله طلاق کده از دیگه نکاح کده ممکنه یا نمیشه؟ بخش صداتون خیلی پایینه بیننده عزیز. سوالتون درباره طلاقه ولی نمیدونم یعنی مورد چیه. نفهمیدم. لطفاً از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید بیننده عزیز. بله. ظاهرا ایشون دارن بیننده بعدی رو بگیریم که کسان دیگر پشت خط هستن معطل نشن. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شما را زودپاس زحمت میتم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار، اول عرض دعا میخوایم، دوم از برشان میگم که می توبه نسو رو به ما تشریح کنن که می توبه نسو چی رقم توبه را میگن و در چی وقتی توبه اجرا میشه. این سوال ما بود. تشکر از شما بسیار زیاد. خداوند زنده داشته باشید. سلامت باشین. تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز لطفاً صدای تلویزیون را کم کنید و از تلفن صدای ما رو بشنوید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام باشید. سلامت باشین، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. منتظر سوال شما هستیم بیننده عزیز. سلام علیکم بابا. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم. خوبی آقا، من یه سوال داشتم. خواهش میکنم سوالم رو دقیقاً متوجه بشید بعد جواب بدید. سوال من این هست که ما به خاطر اینکه یک نفر رو مثلا به اسلام دعوت کنیم یا یک قومی رو، آیا میشه به گذشته اون کلاً اهانت کنیم؟ اگر سوال شرعی دارین لطف کنین سوالتون رو مطرح کنین. اگر سوال شرعی نیست ما مجبوریم که بیننده بعدی رو بگیریم تا کسانی میخوان وقت برنامه رو ضایع کنند، یعنی این مجال رو بهشون ندیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو، بفرمایید بیننده عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. من حدود 1 ماهه که برنامه شما رو دارم نگاه میکنم. بله. الحمدلله از شیعه ها بدم اومده، ولی از اهل تسنن هیچی نمیدونم. نمیدونم چطوری نماز میخونین، نمیدونیم چی کار بکنم، نمیدونم چه کتابی رو مطالعه بکنم. ولی واقعا دیگه از شیعه ها از بس که دروغ گفتم متنفر شدم. آخر راه رسم نماز خوندن و اینا رو یاد من بدین. بله. خب شما در چه منطقه زندگی؟ منطقه وسط ایران یا منطقه دیگه؟ من از مشهد صحبت میکنم، از ایران، از مشهد آقا. دیشبم صحبت کردم خط شد. بله. تشکر میکنم، انشالله پاسخ دریافت خواهیم کرد. و خب سعی بکنید با کسانی که در اهل سنتی که در خود مشهد و در شهرهای استان خراسان زندگی میکنن، خب با اونها ارتباط بگیرین و در مورد این امور و سوالایی که دارین شخصا یعنی با اهل سنت ارتباط بگیرین بهتره. یعنی میشه به اونا اطمینان کرد؟ بله، چرا که نشه. خیلی ممنونم. یعنی همه چی رو یاد من میدن، نماز خوندن و اینا رو. الان من 3-4 روزه که بله انشالله. یعنی مثلا خب کتاب‌هایی و خیلی موارد نوشته شده در کتاب‌ها و وجود داره. خودتون با تهیه کتاب‌ها از کتابخانه‌های اهل سنتی که در ایران وجود داره، در مناطق سنی نشین ایران وجود داره، میتونین در مورد اهل سنت آگاهی‌ها و معلومات کسب کنید. تشکر میکنم از شما. ممنونم، قربون شما. خدا به شما عمر بده که ما در رو از مشهد، بدبختی نجات دادید. در مشهد و همچنین در شهرهای سنی نشینی که در استان خراسان هستند، مانند تایباد هست و تربت جام، تایباد و تربت جام که نزدیک مشهد هستند، الحمدلله این کتابخانه‌های اهل سنت و الجماعت هست و شما میتوانید کتاب اهل سنت و الجماعت رو دریافت بکنید. و همچنین از سایت عقیده هم کتاب‌های اهل سنت فراوان هست و همچنین الحمدلله در شبکه‌های اهل سنت و الجماعت و این 3-4 شبکه‌ای که هستند کیفیت نماز خوندن و احکام شرعی و برنامه‌های فتوا هستند که مسائل دینی و شرعی رو برای شما توضیح میدن. شما در چه مواردی مشکل دارید میتونید اون سوال رو مطرح بکنید و ما و دیگر دوستان ما انشاءالله در خدمت جناب عالی و دیگر دوستان خواهیم بود. تشکر می‌کنیم از این بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. یه سوالی داشتم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سوال از که داروی جلوگیری حرام است یا حلال؟ ببخشید سوالتون واضح نبود. بله. میخواستم بپرسم من روزه برای خاطر که روزه نصب کردم و الان نمیدونم چند روز نصب کردم، حالا چی کار کنم؟ بله. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. آقا میبخشید من در مورد زکات میخواستم صحبت کنم. بله. الان در کوردستان ما بعضی ملاها دارن از مردم زکات میگیرن، متوجه هستی؟ بله. اینا به جای اینکه پول بگیرن زکات میگیرن از مردم. خواستم بگم ببینم آیا این زکاتی از من میگیرن واسه مقبول میشه یا نمیشه؟ چون اینا منظورتونه که خب زکات فرضی که زکات واجبی که بر مالهای خودتون فرض شده و میخواین زکات را ادا کنید به ملاها تحویل میدین زکات ها را؟ بله چون ملاها حتی واسه خیلی یعنی مردم خوب‌تره، ماشین خوب دارن، بهترین زمین کشاورزی دارن، اینا بهترین خونه در شهر دارن، آیا واقعا به اینا زکات مستحق میشن این از زکات بدیم یا نه؟ خب یعنی قصدتون به خود شخص باشه یا یک اوقافی دستشونه و این زکات از شما میگیرن و به انسانهای فقیر میدن یا به خود شخص میدن؟ یعنی نه فرض کن شما امام جمعه روستای ما هستی، متوجه هستی؟ بله.
شما بهترین زندگی رو داری میکنی ولی به عنوان یک امام جمعه از من زکات میگیری خودت مصرف میکنی. آیا این زکات ما بله سوال شما واضح شد. تشکر میکنم از شما. اشاره پاسخ را دریافت خواهید کرد بعد از تماس. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً صدای تلویزیون رو کم کنید و از تلفن صدای ما رو بشنوید. سلام خسته نباشید. سلامت باشین بیننده عزیز. حال شما خوبه؟ سلامتی؟ سلامت باشین. تشکر میکنم شما. بفرمایید. من میخوام یه سوالی دارم. بفرمایید در خدمت شما. من یه خواهری دارم. این خواهر من میگه که من کوچک بودم، زمانی مادرم نبود، من کوچک بودم، من شیر داده. بعد هم این خواهر پسری داره، پسر میخواد داماد ما بشه. آیا ما اهل تسنن حنفی هستیم، آیا این شهر چطوریه؟ مثلا سوال بری است که آیا میشه که با وصلت کنه یا نه؟ خیلی ممنون از برنامهتون. تشکر از جواب داریم. خدا. بله تشکر میکنم. ان شاء الله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام خسته نباشید. الو. سلام علیکم بفرمایید. یه سوالی داشتم. در خدمت شما هستیم. میخواستم بدونم یه زن شوهردار با یه مرد زندار رابطه داشته باشه حکمش چیه؟ بله. اون بعدش هم زنه که بچه داره، 2 تا بچه داره، بچه شیرخوارم داره، شیرش هم میده، در مورد زنا و اینا خیلی صحبت کنید که مردم حداقل راهنمایی داشته باشن. بله انشالله. تشکر میکنم از شما. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. لطفاً از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید بیننده عزیز. قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. السلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من یک سوال داشتم از شما که یکی که یه صغیر پدرش فوت میکنه، این وسایلشو پدر بزرگش و مادر بزرگش اینا نمیده. بعدش مادر هم صغیر میره شکایت میکنه و دولت بالاخره پیشی بند خدا میگیره، میگه باید وسیل این صغیر رو بدید. وقتی وسایل صغیر میره میزنه خالی داره خود چاقو پاره منه یا رای داره خود چاقو پاره منه. حکم چیه؟ بله. یعنی میراثو چیکار کرده؟ سوال دومی هم که به بعضی از میراثبران میراث ندادن. یعنی سوال شما سوالتون رو لطف کنین دوباره مطرح بکنین. سوال اولیتون. گفتم یک صغیری، یک فقیر که مال پدر بزرگی نمیده، مال پدر بزرگش بعد نمیده. که میره پدر بزرگی خالی داره خود چاقو میگیره اینا پاره منه، یا کوشک داره خود چاقو میگیره پاره منه اینا، یا یخچال داره میزنه دوره مشکنه به عنوان انتقام یعنی دیگه. ها حکم دی چیه؟ بله. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلامت باشین بفرمایید. صداشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. ببخشید میشه تماس شما وصل شده و منتظر سوال شما هستیم. بله. بفرمایید بیننده عزیز. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. ببخشید ما چند تا سوال داشته. در خدمت شما هستیم. سوال اول اینه که وقتی به سر نماز میستکم هرچی میگم فکر نکنم به دیگه جا به نماز رو فکر کنم باز هم نمیتونم، چون نمیفهم نماز ما درست نیه چی رقمه. یکی دیگه هم همین تعویض دختر و پسر
همین حقیقت گناه نداره. سوال دوم چیه؟ سوال دوم همین که بعد تعویض دختر میدن یا تعویض پسر میدن. تعویض به دختر پسر. بله. و این کار درستیه، گناه نداره. بله. سوال دیگه دارین؟ بفهمید. بله تشکر میکنم. ان شاء الله پاسخ دریافت کنیم. سر نماز گفت که ذهنم مشغوله، چیکار کنم که ان شاء الله پاسخ دریافت خواهیم کرد. تشکر میکنم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خسته نباشید. من یه سوال داشتم اگه لطف کنم اجازه بدین. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. در مورد صیغه می‌خواستم بدونم، چون الان من تو ایران زندگی میکنم، خیلی از آخوندهای ما میگن مثلا صیغه حلاله. بعضیا میگن که پیامبر صلی الله اون موقع 10 تا زن داشت، 20 تا زن داشت، نمیدونم چند تا زن داشت. آخه داستان صیغه اگه اینجوری باشه چرا پیغمبر 10 تا 20 تا زن داشت؟ یا اگه حرام بوده حلال بوده؟ داستان این صیغه رو از زمان پیغمبر می‌خواستم بدونم. و اینکه یه سوال دیگه هم این بود که من مثلا یه نفر دیگر گذشته زنا کرده باشه و بیش از حد افراط کرده باشه در زنا و الان نخواد اون کارو بکنه، حکمش چیه؟ چیکار باید بکنه که در مقابل خدا روز سفید باشه و خدا گناهانش رو ببخشه؟ خیلی ممنون. بله تشکر میکنیم. ان شاء الله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. الو سلام علیکم، بفرمایید. من یک سوال شرعی داشتم. در خدمت شما هستیم. من بفرستم که چندین جا من این سوال ما خدمت علماهایمون مطرح کردم ولی تا هنوز قانع هم نشدم و جواب سوالم هم نگرفتم. لطف کنید سوال رو بفرمایید. پدری که دارای چندین فرزند بوده و یکی از فرزندانش قبل از پدر خود فوت شده و حالا ارثی که از پدر بزرگ به جا مانده چرا به نوایش نمیرسد؟ از پدر بزرگ یعنی به جا مونده؟ بله از پدر بزرگ به جا مانده ولی یکی از فرزندانش قبل از پدر خود فوت شده و حالا ارثی که از پدر بزرگ به جا مانده چرا به نوایش نمیرسد؟ بله. میخواستم در این مورد دلیلی از آیات قرآن و حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله وجود داره یا نه فقط و نظر علما است؟ بله. سوال دیگه دارین؟ تشکر. سلام علیکم. کار مانعتای ممنون. شیخ 17 سال گرفتیم، ادامه بدیم یا کافی؟ چند سال دیگه بگیریم. بله. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام، من وصال حق. بله وصال حق و برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. ببخشید من 2 تا سوال داشتم. بفرمایید. میخواستم بدونم که پیامبران قبلی چطور نماز میخوندن؟ مثلا حضرت نوح چطور نمازش بود و کی درود میفرستاد؟ بله. میخواستم بدونم که پیامبر قبلی بله سوال واضح. لطف کنید سوال بعدی هم بفرمایید. بعد سوال بعدی که حوا و آدم که با هم ازدواج کردن چطور شد که بچه هاشون با هم ازدواج کردن؟ مگه این چیز حرام نیست؟ بله. بله مرسی همین. سلامت باشید. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بخشین صداتون واضح نیست، داره قطع و وصل میشه. اگه لطف کنید دوباره تماس بگیرین. بیننده بعدی بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. با سلام بر مولوی سید برسانم. بفرمایید اگه سوال فقهی داریم بفرمایید. 2 تا سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. 2 سوال داشتم. خب بچه ما میره خانم میره قرآن میخونه، این عادت ما نشه عادت ما؟ بله. قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. یه سوال داشتم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من از ایران با تو تماس میگیرم. میخواستم ببینم وام مسکن حلاله یا حرامه؟ وام مسکن. خیلی ممنون. تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. حسین هستم از کردستان. آقا حسین از کردستان، بفرمایید. صحبت کنم؟ بله، صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شما هستیم. آقای عباسی عزیز و بزرگوار و استاد دهقان و تمام بینندگان و شنوندگان این شبکه، برادران عزیز اتاق فرمان، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. یه سوال داشتیم خدمت استاد بزرگوار. آیا عباسی صدا میاد؟ بله، منتظر سوال شما هستیم بیننده عزیز. آیا عباسی یه سوال داشتم خدمت استاد بزرگوار. بفرمایید. سوالم این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پشت سر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه که نماز خونده، پشت سر ایشون نماز جماعت، از استاد میخواستم که این برای ما توضیح بده که چطوری بوده که پیامبر اکرم پشت سر عبدالرحمن ابن عوف نماز خونده. و سوال دومم هم این است که من تو خونه خودمون نماز هامو یه مقدار با صدای بلند میخونم، مثلا نه اینکه مثل امام جماعت که تو مسجد. بله. یه خورده آهسته‌تر از اون. آیا گفتم برای نمازم اشکالی نداره، تو نمازم با صدای بلند نماز میخونم. دیگه سوالی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آخرین تماس بیننده را نیز وصل بکنین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. من یه سوالی داشتم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. من ساله زنم به خدا نمیشه، هر پیش مولوی میرم میوه روور میگه یه زن دیگه بگیر بچه دار میشه. آیا گناه یه زن دیگه ببخشید سوالتون واضح نیست، اگه لطف کنید دوباره سوال مطرح کنید. میگن 4 سال زن گرفت بچه دار نمیشه، پیش مولوی ها میرن میوه روور میگه زن دارن بچه دار نمیشه. یعنی 4 سال است ازدواج کردید تا حالا بچه دار نشدید؟ بسیار. تشکر میکنیم از شما. انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وجودی ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است.
چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است. بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. بدل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب. ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان. گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است. بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن. بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بنما. ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار. به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است. بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. عشق دل خواهد که وصف همسر طه کند، آن که تطهیر و ثنایش ایزد یکتا کند. توسن طبعم ز شورش صد نوا دارد به دل، مرغ بی پر چون سفر بر عرصه عنقا کند. دختر صدیق اکبر در حیا و عفتش، او که نقش مادری اندر جهان ایفا کند. در صداقت چون پدر صدیقه کبرا بود، در عبادت مو به مو احکام حق اجرا کند. در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست، در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست. عفتش یاد از حیای مریم عذرا کند. عایشه روشنگر چشم رسول الله بود، عایشه روشنگر چشم رسول الله بود. حافظ قرآن پاک و هم حدیث القا کند. او نشان فقه و دانش قطب اقیانوس علم، کی مقامی این چنین زن در جهان پیدا کند. هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان، هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان، تا محمد را برای مسلمین معنا کند. مدح این مادر میان سوره نور آمده، منشأ پاکی او را خالق مولا کند.
سوره ای که از نور او دلها سراسر نور شد. کیست و آن کو سوره و آیات را حاشا کند. هر که دارد اعتراض از بهر ام المؤمنین، هر که دارد اعتراض از بهر ام المؤمنین، سوره و آیات او را لعن و هم رسوا کند. صد هزاران جان فرزندان فدای عایشه، صد هزاران جان فرزندان فدای عایشه. نام زیبایش میان سینه ها مأوا کند. عشق دل آن دخت تابان آسمان عاطفه، همسر حیدر علی شیر خدا آن فاطمه. شمع بزم آل طه دختر شمس الضحی، نور چشم مصطفی آن بضعه خیر الورا. گوهر بازار عشق و عفت و حجب و حیا، زاهد شب زنده دار و عابد صبح و مسا. مادر آن نوجوانان بهشتی فاطمه، سید ام ابیها هم بتولی فاطمه. تا قیامت نام نیکش در قلوب مؤمنین، منتشر از او به دنیا نسل خیر المرسلین. این حقیقت را بدان ای دوست و دار آن بتول، این حقیقت را بدان ای دوست دار آن بتول. فاطمه مادر زن فاروق اعظم شد قبول. عایشه هم فاطمه از اهل بیت مصطفی، عایشه هم فاطمه از اهل بیت مصطفی. عایشه زوج پیامبر، فاطمه دخت صفا. ما ز عشق آل و اصحاب طبل و برجان ها زنیم، ما ز عشق آل و اصحاب طبل و برجان ها زنیم. آسمان عشق آنها را به جان ها می خریم. هر کی می خواهد بجوید راه دین مصطفی، پیروی باید ز آل و صحب خیر الانبیا. میرسان از ما سلامی ای اله العالمین، میرسان از ما سلامی ای اله العالمین. بر تمام آل و اصحاب رسول المرسلین. مدح آل پاک احمد را ضیا انشا کند، تا که ایزد نام اش از راه لطف امضا کند. عشق دل آن دخت تابان آسمان عاطفه، همسر حیدر علی شیر خدا آن فاطمه. شمع بزم آل طه دختر شمس الضحی، نور
نور چشم مصطفی آن بضعه خیر الورا. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا اولین بیننده که اهل افغانستان بودن و در ایران زندگی میکردن سوالشان این بود که من قرآن میخونم، قرآنایی که چاپ ایرانه، آیا خوندن این قرآن ها ثواب داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ تفاوتی نداره که قرآن چاپ کجا باشه، چاپ ایران باشه، چاپ پاکستان باشه. تنها تفاوتی که وجود داره این است که رسم الخط قرآن هایی که در ایران چاپ میشه یا خط عثمان طاها با خطی که قرآن های پاکستانی دارند و در پاکستان چاپ شده متفاوت هست. چه بسا کسی که با قرآن های پاکستانی عادت کرده نتواند این رسم الخط عثمان طاها را تلاوت بکنه. اما از نظر ثواب کسی که توانایی دارد قرآن با هر خطی نوشته شده باشد، چه چاپ پاکستان باشد، ایران باشد یا عربستان باشد، خط عثمان طاها باشد یا هر کسی دیگر باشد، این در ثواب هیچ گونه تأثیری رو نداره و کاملا جایز هست که شما تلاوت بفرمایید این قرآنی رو که چاپ ایران هست. و خصوصا الحمدلله در ایران و همچنین در کشورهای دیگر و تمامی کشورهای اسلامی در مورد چاپ قرآن دقت زیادی می شود که از نظر اشتباهات املایی کاملا پیراسته باشه و الحمدلله اگر چنین اتفاقی هم بیفتد که یک قرآنی با اشتباهی چاپ شده باشه فوراً اینو در واقع تدارک می بینند، اصلاح می کنند و الحمدلله قرآن هایی که وجود داره هم در ایران یا عربستان یا پاکستان از اشتباهات چاپی الحمدلله که پاک هستند. پس بنابراین خواندنشون هیچ گونه اشکال نداره و کاملا جایز هست. بله. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن وقتی یه نفر به ناحق از کسی شاکی باشه آیا گناه داره؟ این که انسان بخواد به ناحق یک فرد دیگری رو اذیت بکند، به مالش، به جانش و به عرض و آبرویش تعرض بکند، این در واقع جزء محرمات هست و جزء گناهان کبیره و بزرگترین گناهان هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحرای عرفات و در اولین و آخرین حجی که داشتن یکی از مواردی که خیلی تأکید کردن روی اون همین بحث حرمت حقوق دیگران بود، حرمت حقوق انسانهای مسلمان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا و فی بلدکم هذا، که مال شما بر هم دیگر و جان شما بر هم دیگر و حیثیت و آبروی شما بر یک دیگر حرام هست. هیچ مسلمانی تحت هیچ شرایطی اجازه ندارد که به مال و جان و حیثیت و آبروی برادر مسلمانش تعرض بکند. اینا کاملا حرام هستند و چه برسد این که این تعرض در واقع یا شاکی بودن به ناحق باشد و قطعا این حرام هست. در دنیا چون این کاری جایز نیست و هر کسی که به هر نحوی برادر مسلمانی رو اذیت بکند، چه اذیت جانی باشد، چه اذیتی باشه که حیثیت و آبرویش باشد، چه اینکه در واقع به مالش تعرضی بکند، مالش رو به ناحق بگیرد، تمام اینها در روز قیامت به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم در روزی که در آن درهم و دیناری در کار نیست، در اون روز حتما مؤاخذه خواهند شد و حساب پس خواهند داد. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در محضر تعدادی از اصحاب خودشون نشسته بودند، سوال کردند که من المفلس، از دیدگاه شما مفلس و تنگ دست چه کسی هست؟ همه گفتند کسی هست که دینار و درهمی نداره، کسی که شام شب نداشته باشه ما بهش میگیم فلانی فقیر هست، مفلس هست، تنگ دست هست. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این کیفیت رو واقعا سخت است که انسانی در دنیا خرج و هزینه زندگی رو نداشته باشد، شام شب نداشته باشد، به تعبیر حدیث دینار و درهمی رو نداشته باشد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستند که ذهن مردم رو از این ناداری دنیا، از فقر دنیا به فقر آخرت منتقل بکنن. گفتند که نه، مفلس در امت من و در مفهومی که من در نظرم هست کسی هست که در دنیا نماز دارد، روزه دارد، زکات دارد، کارهای خیلی زیادی رو انجام داده و کاملا نامه اعمالش و پروندهش پر از کارهای خیر هست.
واقعا انسان نیکوکاری بوده در دنیا، اما زمانی که در روز قیامت میاد شاکی های خیلی زیادی رو دارد که به ناحق مردم رو اذیت کرده، که اکل مال هذا و شتم هذا و ضرب هذا، که رسول الله فرمودند یکی رو دشنام داده، یکی رو مالش خورده، یکی رو در واقع سیلی زده. تمام اینها در روز قیامت باید حساب پس بدن و چون که در روز قیامت دیگه مالی نیست که بخواد دوباره در مقابل مال پرداخت بکنند یا اینکه قصاص بشود، کسی رو سیلی زده در قیامت یک سیلی بزند و خلاص. نه، در روز قیامت تمام حساب و کتاب و پرداخت حقوق دیگران با اعمال صالح است. شما از کسی شاکی هستید و مال شما رو در دنیا خورده، در روز قیامت از اعمال نیک او برمی‌دارند به شما میدهند. این حساب و کتاب روز قیامت است. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که هر کسی میاد شاکی میشود از این فرد، یک فردی میاد نیکی ها رو میبرند، کم کم هر شاکی رو یک قسمت از نیکی ها رو میدن تا اینکه بی حساب بشوند. سرانجام به جای میرسد که نیکی های اون فرد تمام میشود، اما باز هم شاکی هست. شاکی میاد، یکی میگه مال مرا خورده، یکی مرا آبروی مرا از بین برده، یکی میگه که مرا سیلی زده، اذیت جانی کرده. از گناهان این فرد مظلوم میگیرند و برگردن اون فرد در واقع میگذارند و نهایتا اون فرد رو به جهنم میبرند. واقعا جای حسرت دارد، جای افسوس است که انسان در دنیا کارهای خیلی زیادی رو انجام داده باشه، پایبند نماز باشه، پایبند روزه باشه، انسان کاملا نیکوکاری باشه، اما با اعمال من، با نیکوکاری های من، با نماز و روزه من یک کسی دیگر به جای من به بهشت برود. و واقعا این جای تأمل دارد که انسان باید سعی بکند به هر صورتی که مونده تحت هیچ شرایطی به در واقع مال مسلمان، جان مسلمان، حیثیت و آبروی مسلمان در دنیا تعرض نکنند و بالفرض اگر چنین موردی پیش آمد و شما به کسی تعرض کرده باشید و از شما در واقع شاکی باشد، حقی را شما طلب داشته باشد، امروز که مجالش هست بروید از اون معافی بطلبید و این حق را به صاحبش دوباره بازگردانید که در روز قیامت دینار و درهمی دیگه معاف کردنی در کار نیست، اونجا از اعمالینی که شما محاسبه خواهند کرد. پس بنابراین امروز که فرصت هست باید مواظب اعمال خودمان باشیم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که از عراق بودن سوالشون این بود که این خواهری بودن که پرسیدن نازا هستم، آیا میتونم از زن دیگر تخمک بگیرم؟ نه، به این گونه که تفاوتی رو نداره که مشکل از زن باشد یا مشکل از مرد باشه. اجاره گرفتن تخمک یک زن دیگر یا اسپرم مرد دیگر و کاشتن این در یک رحم زن دیگری، این به هیچ صورت جایز نیست. تنها صورتی که جایز است این است که زن و شوهری با هم دیگر ازدواج کردن اما از راه طبیعی نمیتونن بارور بشن. این در این مورد جایز هست که ایشون تخمکشون خارج از رحم در واقع بارور بشه، دوباره به رحم برگردانن. این یک صورت جایز است. اما اینکه تخمک یا اسپرم از کسی دیگر بگیرن و در رحم یک شخص دیگری قرار بدن، این جایز نیست. خیلی تشکر میکنم از شما. نورالله پرسیدن که در مورد جهاد در افغانستان پرسیدن که آیا در مقابل دولت و آمریکا جهاد کردن درسته یا نه؟ این در واقع برمیگرده به اوضاع داخلی افغانستان و نظری که علمای افغانستان دارند و ما میدونیم که مردم افغانستان، در کسانی که در داخل افغانستان هستند، تمام اونها یک نظر نیستند و نظرهای متفاوتی دارند و الحمدلله در افغانستان علمای بسیار بزرگی هستند که مرجعیت دارند در این زمینه. این مسائل داخلی رو و اوضاع داخلی رو کاملتر و بهتر در واقع میفهمند و در جریانش هستند و این مسائل رو باید از خود مردم، از علمای افغانستان و اون وضعیتی که در اونجا هست باید اینو محاسبه بکنند و در این زمینه این مشکل رو باید حل بکنند. سپاسگزارم. بیننده بعدی پرسیدن که زنان بی حجاب آیا در روز قیامت عذاب دارند یا نه؟ حجاب یکی از دستورات الله متعال هست که الله متعال زنان را دستور داده که در زمانی که در معرض دید انسانهای نامحرم هستند، خارج از منزل میروند، حجاب شرعی و پوشش شرعی خودشون رو در واقع حفظ بکنند، چادری بر سرشون باشه که اندامشون و زیبایی‌هاشون باعث نشود که خودشون یا دیگران را دچار گناه و معصیت بکنند. این مانند دستورهای دیگری که الله متعال داده یک دستوری هست
هست و نادیده گرفتن این دستور و حکم الله متعال یک گناه و معصیت هست مانند گناهان دیگر و قطعا هر کسی در هر موردی معصیتی را انجام بدهد و تخطی بکند از دستورات الله متعال قطعا الله متعال اون در روز قیامت او را مؤاخذه خواهد کرد. اما این که بگیم که در مورد حجاب که حدیث مخصوصی باشه که عذابش این گونه هست، مثلا کسی که چادر سرش نکنه در روز قیامت سرش را به طور مثال مثلا عذاب بدن، شکنجه بکنن، چون این حدیثی وجود نداره. بعضی به عنوان حدیث روایت میشه که مثلا هر تار موی یک اژدهایی وصل میشه. نه، این مواردی که در این زمینه بیان شده اینا احادیث صحیحی نیست، نسبت دادنش به رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست. منتها در این اندازه هست که حجاب دستور الله متعال هست و تخطی کردن از دستور الله متعال یک نوع گناه و معصیت می شود و قطعا الله متعال انسان رو به خاطر گناه و معصیت اگر توبه نکنه در روز قیامت مؤاخذه خواهد. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی سوالش این بود که گناه بزرگی و کار بدی انجام دادم و توبه کردم، آیا با توبه این گناه هم پاک شده؟ من به تمام عزیزانم عرض می کنم هرچند که گناه شما بزرگ باشد، میدونم چه چیزی میخواید مطرح بکنید، هر گناهی رو که به نظر شما بزرگترین گناه باشد که در ذهن و خاطر انسان در واقع خطور بکند و بتواند چنین گناهی رو انجام بدهد، مطمئن باشید که رحمت الله متعال و مغفرت الله متعال از گناهی که شما انجام دادید و از گناهی که تمام انسانها انجام دادند، رحمت الله متعال بالاتر و فراتر هست. به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی هرچند گناه تکرار شده باشد، هرچند گناه بزرگ شده باشد و عظیم باشد این گناه، باز هم موردی نیست که انسان از رحمت الله متعال ناامید بشود، بلکه الله متعال صراحتا خطاب به چنین انسان‌هایی می‌فرماید قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که بر خودتون اسراف کردید، زیاده روی کردید در گناه، آخرین توانتون رو در گناه کردن به کار بردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله متعال ناامید نشوید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که الله متعال تمامی گناهان رو معاف می‌کند. حتی در تکرار گناه در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و نقل می‌کنند و حدیث قدسی هست که الله متعال میگوید که وقتی که یک انسانی گناه می‌کند میگه پروردگار من اشتباه کردم مرا مغفرت بکن، الله متعال میگوید که عرف عبدی، که بنده من اینو شناخت، ان له رب، که این بنده پروردگاری دارد، یأخذ بالذنب، که یغفر الذنب و یأخذ بالذنب، که گناه رو مغفرت میکند و بر گناه مؤاخذه میکند. یعنی اگر انسان توبه کرد الله متعال توبهش رو قبول میکند و اگر توبه نکرد الله متعال مؤاخذهش میکند. میگه پروردگار میفرماید که بنده من این رو میداند که خدایی دارد، پروردگاری دارد که اگر توبه بکند توبه میپذیرد و اگر توبه نکند مؤاخذه میکند. میگه برو من تو رو بخشیدم، زمانی که استغفار کردی و توبه کردی من تو رو بخشیدم. بار دوم همین انسان گناه میکند، بازم الله متعال میفرماید که این بنده من میداند که خدایی دارد که اگر گناه بکند مؤاخذه میکند و اگر توبه بکند توبهش رو قبول میکند. میگه برو بار دوم من تو رو بخشیدم، بار سوم، بار چهارم من تو رو بخشیدم. هر چند انسان گناه بکند، ولو اینکه هزاران مرتبه گناهی رو انجام بدهد، هزاران مرتبه بعد از آن اگر توبه بکند، بعد از گناهی توبه بکند، قطعا الله متعال توبه رو قبول خواهد کرد و این مژده‌ای هست و نویدی هست که الله متعال به تمامی گناهکاران داده و به هیچ عنوان عرض کردم و تحت هیچ شرایطی با هر گناهی هر چند از این باشد انسان نباید از رحمت الله متعال ناامید باشد، بلکه باید توبه بکند و سعی بکند که آینده خودش را اصلاح بکند و گذشته را جبران بنماید. خیلی ممنون از شما. بیانیه بعدی باز در مورد توبه سوالشون بود و سوالش درباره توبه نصوح بود که چه صورته؟ توبه نصوح در واقع جریانی رو نقل میکنند عامه در سر زبان مردم هست که تو نصوح اسم یک انسانی بوده و تفصیلاتی که چنین و چنان کارهایی رو انجام داد و نهایتا توبه کرد. این توبه رو اسمش گذاشتن توبه نصوح، یعنی اشاره به اون فرد هست که اسمش نصوح بوده. چون این چیزی وجود نداره، چون این چیزی مطلقاً وجود نداره. این داستانی که شما شنیدید این داستان کاملاً بی اصلی هست و دروغی هست. توبه نصوح و این کلمه نصوح از نصح هست. نصح به معنی خالصانه بودن هست، یک چیزی که خالص باشه. یا نصیحت میگن، نصیحت به معنی خیرخواهی که در آن هیچ گونه شایبه‌ای نباشه. نصح به معنی خیرخواهی هست و به معنی بی شایبه بودن، خالص بودن و یک دست بودن هست. توبه نصوح یعنی توبه صادقانه، توبه خالصانه، توبه‌ای که در آن هیچ گونه غل و
غشی نباشد. چون این توبه رو الله متعال قبول میکنه. توبه نصوح و توبه خالصانه توبه‌ای هست که بر اساس ندامت باشد. انسان از گذشته خودش پشیمان شده، الان میخواد که پشیمان هست و میخواد که از این به بعد اون گناه رو انجام ندهد. پشیمانی از گذشته و دست کشیدن از گناه در حال حاضر. پشیمان شده، فعلا اون گناه رو انجام نمیدهد و چون که پشیمان هست عزم کرده که در آینده چون این گناهی رو انجام ندهد، یا اگر حق مردم هست حق مردم رو دوباره برود و باز بگرداند. این توبه رو میگن توبه خالصانه هست که انسان از گذشتهش پشیمان هست، نه اینکه خوشحال باشه که من گناهی رو انجام دادم در زمان گذشته. این خالصانه نیست. هم ندامت باشه بر گذشته و هم باز آمدن از گناه باشه، دست کشیدن از گناه باشه و هم تصمیم این رو داشته باشه که در آینده این گناه رو تکرار نخواهد کرد و اگر حق مردمی رو و انسانی رو تلف کرده حق رو به صاحب حق برگرداند. این توبه نصوح و خالصانه هست و الله متعال چون این توبه رو قبول میکنه. اما داستانی مردی که اسمش نصوح بوده چون این داستان جعلی و ساختگی هست و حقیقت معروف است. توبه نصوح بالاخره این شکلی که وجود داره مهمه، نه اینکه داستانش. بله، توبه نصوح یعنی توبه خالصانه و توبه خالصانه توبه هست که این شرایط رو، این سه شرط رو داشته باشه. ندامت همراه با باز آمدن از گناه به اضافه تصمیم بر انجام ندادن گناه در آینده. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی هم که از مشهد بودن و در مورد اهل سنت معلومات میخواستن که در ضمن بعد از سوالشون بهشون توصیه‌هایی شد. الحمدلله در شبکه‌های اهل سنت و الجماعت برنامه‌های متفاوتی وجود داره، هم در مورد عقیده اهل سنت و الجماعت و هم در مورد نقد عقاید باطله و خرافات و همچنین در مورد مسائل فقهی. الحمدلله در تمامی شبکه‌های اهل سنت هم برنامه‌های ضبط شده‌ای هست که همیشه پخش می‌شود و احکام شرعی رو بیان می‌کند در مورد تفسیر قرآن و توضیح و تفسیر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و بیان دیدگاه اهل سنت از فقه اسلامی. تمام این موارد الحمدلله پخش میشوند برای بینندگان. اگر ایشون مداومتی رو داشته باشند و تمامی برنامه‌های این شبکه‌ها رو پیگیری بکنند، ان شاءالله که مشکلیشون هم حل بشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد داروی جلوگیری سوال کردن که حرام است یا نه؟ بله، داروی جلوگیری که برای جلوگیری از بارداری هست نمی شود که برای این یک حکم کلی رو صادر کرد که قطعاً و 100% در تمام حالات حرام باشه. اگر به صورت کلی باشد، یعنی بدون هیچ گونه اشکال و ایرادی و بدون هیچ گونه ضرورتی یک انسانی خودش رو به صورت کلی نازا بکند، به صورت کلی خودش رو نازا بکند و دارویی رو استفاده بکند که به صورت کلی این صلاحیت بارور شدن و باردار شدن را یا بچه به دنیا آوردن را از دست بدهد، این حرام هست، این در واقع جایز نیست. اما این که کسی یک فرزندی رو آورده به خاطر اینکه بتواند این فرزند رو بهتر تربیت بکند یا مادرش ضعیف هست، بیمار هست، میخواد یک فرصتی رو فاصله بیاندازه در میان دو فرزندی که هست، بنابر مصالحی که برمیگرده به مصلحت خود مادر باشه یا به مصلحت خود اون نوزاد باشه، این اشکالی نداره که این در واقع بارداری رو به تأخیر بیاندازند، به صورت کلی قطع نکنند، منتها به تأخیر بیاندازند، 2-3 سالی رو فاصله بیاندازند. این از نظر شرعی حرام نیست و جایز هست، خصوصا وقتی که برمیگرده به مصلحت خود نوزاد باشه، به مصلحت مادرش باشه، مانندی که مادرش مثلا نمیتونه که به این زودی باردار بشه، اگر باردار بشه حق اون نوزاد قبلی رو نمیتونه پرداخت بکنه و نمیتونه به صورت کامل شیرش بدهد، یا اینکه خودش نمیتواند بارور بشود، این یک حکم کاملا جداگانه هست. اگر بنابر ضرورت باشد و در حد مشخصی باشد، یعنی فاصله انداختن تا زمان مشخصی باشد، جایز هست، اشکالی ندارد. اما اینکه به صورت کلی قطع نسل باشه، این جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد زکات پرسیدن که گفتن که آیا زکات دادن به بعضی از ملاها درست است، یعنی زکات ادا میشه در حالی که مستحق زکات شده نباشه؟ بله، مستحقین زکات رو الله متعال صراحتا در قرآن کریم بیان کرده. انسان‌هایی که تهیدست هستند، کم دست هستند، یا کسی که مدیون و مغروض هست یا برای آزادی هست که مواردی که مثلا زندانی رو میشود بر این قیاس کرد، اینها جزء کسانی هستند که میشود به اونها زکات داد. اگر واقعا امام یک مسجدی یا امام جمعه که محلی خودش از نظر مادی
دستش تنگ باشه و جز مستحقین زکات باشه، جایز هست که به چنین فردی زکات بدیم. اما اگر واقعا خودشون ثروتمند هست و زکات بر اون لازم هست از نظر خرج مخارج زندگی خودش، هیچ گونه مشکلی را ندارد، در این صورت زکات برای فرد ثروتمند جایز نیست. اگر کاملا ثروتمند هست و اهل زکات هست که زکات خودش بر اون فرض هست و باید زکات بده، این در واقع زکات دادن بر اون لازم نیست. اما این که احیانا شاید کل سرمایش مثلا یک ماشینی باشه که سوار هست، اون کسی که زکات میدهد مال و ثروت دیگری رو دارد، این درست است که یک ماشینی رو دارد، یک سواری رو دارد، اما برای خرج زندگی خودش مانده، این فقط سواریش هست و در واقع چیزی رو ندارد، یا اینکه مقروض هست، مدیون هست. در این صورت زکات دادن به این چنین شخصی جایز هست. و اگر منظور این است که این در واقع به عنوان نماینده هست که معمولا این گونه هست که چون که این علما و کسانی که ائمه جمعه و جماعت هستند با مردم بیشتر در ارتباط هستند، از فقرا و مساکین بیشتر خبر دارند، به این خاطر اینو میدن به عنوان نمایندگی که اون در هر جایی که نیاز بود و صلاح میدانست مصرف بکنند. در این صورت هیچ گونه اشکالی رو ندارد. اما اگر خود امام کاملا بی نیاز هست و اهل زکات و جز این مستحقین زکات نیست، من فکر نمی کنم که عالمی باشد و امام مسجد و جمعه جماعتی باشد که خودش میداند که اهل زکات نیست بازم از زکات مصرف بکند. من گمان نمی کنم که عالمی چنین کاری رو انجام بدهد. قطعا اگر خودش مصرف بکند معنیش این است که نیازمند هست و چه بسا که این زکات رو به انسانهای دیگر، کسانی که نیاز بیشتری دارند، تحویل بدهد. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی سوالشون این بود که خواهر بزرگی دارم که وقتی کوچک بودم به من شیر داده. الان پسر او میخواد داماد من بشه. آیا این ازدواج درسته؟ نه، در واقع همون از دیدگاه فقه اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، چیزی که نسبیش حرام هست و ارتباط نسبی که با اون ازدواج حرام میگردد، با اون ارتباطی که رضاعی هست واسه همون در واقع ازدواج حرام میگردد. به همان گونه که انسان نمیتواند که با برادرزاده نسبی خودش ازدواج بکند، با برادرزاده در واقع رضاعی هم نمیشود که ازدواج کرد. وقتی که شما از خواهرتون شیر خوردید، معنیش این است که اون کسی که میخواد داماد شما بشود برادر شما محسوب میشود و ازدواج با برادرزاده در هیچ صورتی درست نیست و این یک حکم قطعی و کلی هست در میان تمام مذاهبیشون. من فکر کنم گفتند که ما حنفی مذهب هستیم یا شافعی مذهب، این در میان مذاهب هیچ گونه فرقی رو نداره. هر مذهبی که باشید وقتی که اصل شیر دادن ثابت شده که شما واقعا شیر خورده باشید، چون این ازدواجی جایز نیست و حرام هست و اساسا منعقد هم نمیشه. یعنی اون مرد چیکاره اون این دو تا با هم دیگر برادرند. با هم دیگر برادرند. وقتی خواهرزادش میخواد که دامادش بشه، این برادر با برادرزاده خودش میخواد ازدواج بکنه که این جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که زن شوهردار با یک مردی رابطه زنا برقرار کرد، حکمش چیه؟ زنا یکی از موبقات هست و یکی از محرمات قطعی و 100% هست. در تمامی شرایع آسمانی حرام بوده و هیچ گونه تفاوتی رو ندارد که این زن شوهر داشته باشد یا شوهر نداشته باشد، بیوه باشد یا دختر در واقع دوشیزه‌ای باشد، این مرد زن داشته باشد یا زن نداشته باشد، ازدواج کرده قبلا یا ازدواج نکرده، در هر صورتی زنا کردن حرام هست و یکی جز گناهان کبیره هست. بنابر روایتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، هرگاه که زن و مردی در یک جا زنا بکنند یا در هر جامعه‌ای که زنا و ربا در واقع عام بشود و فراگیر بشود، مردم این دو گناه را انجام بدهند، این قوم و این ملت عملا عقوبت و مجازات الهی رو برای خودشون فرا خواندند و مستحق عذاب الله متعال هستند. هم در الله متعال الله مؤاخذه خواهد کرد و هم در روز قیامت عذاب سنگینی برای زناکاران در واقع در نظر گرفته شده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و در احادیث صحیح برای ما بیان شده. اضافه بر اون مجازات اخروی و مجازات در زمان در آخرت، حتی در دنیا هم الله متعال چنین انسانها رو مؤاخذه خواهد کرد و این رو باید
تقاصش را و این در واقع گناهی رو که انجام دادن در دنیا هم مؤاخذش را خواهند دید. اون کسانی که به مادران و دختران و خواهران دیگران احترام قائل نیستند، با چشم بند نگاه میکنند و حاضر میشند که برن با اونها زنا بکنند، مطمئن باشند که ناموس خودشون هم در امان نخواهد بود. الله متعال مقیض خواهد کرد و کسانی رو که با ناموس شما همچنین کاری رو انجام بدن. پس بنابراین قطع نظر از حرمت این کار، از نظر مردانگی و از نظر انسانیت هم ما که نگاه بکنیم، چون این کاری واقعا کار زشت و ناروایی هست. چه برسد به این که در آیات قرآن کریم وقتی ما میبینیم الله متعال در قرآن نفرموده زنا نکنید، تعبیر الله متعال این است که ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. یعنی مقدمات زنا را، دوستی های بی مورد را، دوستی دختر و پسر را، یا خلوت هایی که در واقع دور از چشم خانواده ها هست، اینا تمام حرام هست و مقدماتی هست برای زنا. الله متعال دستور داده که به زنا نزدیک نشوید، چه برسد به این که شما بخواید زنا بکنید. و قطعا الله متعال تمامی توبه کنندگان رو توبهشون رو خواهد پذیرفت. هر انسانی ولو اینکه زنا کرده باشد، ولو اینکه زنی شوهردار باشه یا مردی زندار باشه زنا کرده باشند، اگر توبه صادقانه بکنند قطعا الله متعال توبه اونها رو هم قبول خواهد کرد. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی هم سوال پرسیدن که خوب واضح نبود، ولی من اینجوری از سوالش فهمیدم که گفت شخصی فوت کرده و میراثبران به بعضی از اشخاص که گفت پدر بزرگ مادر بزرگ میراث ندادن و آنها هم برای انتقام اون وسایلی که مونده را تخریب میکنن و به آسیب اون وسایل میرسن. این کار برای انتقام در مورد ورثه‌ای که هستند و میراثی که در نظر شرعی بنابر اون تفاصیلی که وجود داره، سهمی هر یکی از میراثبران کاملا در شریعت اسلامی در آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله بیان شده، تدوین و مجزا هست تمام سهمی هر شخصی و تمام این اشخاصی که ذی سهم هستند و یک سهمیه رو از این میراث دارند، قطعا باید این سهم به اونها داده بشه، چه خودشون بتونن اون حق رو بگیرن، چه از با توسل به ریش سفید قوم و قبیله باشه یا اینکه به صورت شکایت باشه به دادگاه‌های اسلامی، و این حق رو دارند که بروند شکایت بکنند و حق میراث خودشون رو کاملا دریافت بکنند. اما به هیچ عنوان نمیتونند که به مال کسی دیگر ضرر و زیان برسونند. اما از این که این مال میراث باشه، خب وقتی که مال میراث باشه مال مشترک هست. حتی این که فرض بکنیم مال خودش باشه، سهمیه خودش، بالفرض هم که سهمیه خودش باشه، هیچ کسی اجازه نداره که مال خودش رو حرام بکند و از بین ببرد. این از بین بردن مال، ضرر وارد کردن به دیگران، چه به خود انسان باشد یا به دیگران باشد، در هر صورت کار مناسبی نیست و از نظر شرعی کاملا حرام هست و راههای دیگری هست که شما میتونید اونها رو در پیش بگیرید و از طریق قانونی به حق قانونی خودتون برسید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که چیکار کنم که سر نماز فکرم به جایی مشغول نشه؟ وسواس در نماز یک امر کاملا طبیعی هست و این در واقع خیلی عادی هست که انسان در نماز حواسش و از بین برود و حواسش در واقع به جای دیگری منتقل بشود یا حضور قلبش تحت تاثیر قرار بگیرد و حضور قلبی رو که میخواهد اون رو نداشته باشد. اما انسان باید سعی بکند که مقدمات نماز رو در نظر بگیرد. مثلا از اون زمانی که وضو میگیرد استحضار قلب داشته باشد، استحضار نیت داشته باشد و این مطلب رو در ذهن خودش بیاورد که من به پیشگاه الله متعال میروم و استعانت بجوید از الله متعال. خود این وضو گرفتن، رفتن به مسجد و در جای نماز خوندن که زیاد در واقع عکس نباشه، تصاویری نباشند و چیزهایی که ذهن انسان رو مشوش میکنند نداشته باشند، اینا خیلی تاثیر دارد در حضور قلب در نماز. یا این که انسان وقتی که نماز میخواند تمام شرایط و آداب و سنن نماز رو کاملا در نظر بگیرد، کاملا مراعات بکند، نماز کاملی بخواند، اینا تاثیر دارند در حضور قلب. یا این که اذکار و اورادی که در نماز خونده می شود و آیاتی رو که در نماز می خواند معنی اینها رو یاد بگیرد، بفهمد و در هنگامی که آیه قرآن رو می خواند خودش بداند که چی میگوید. تمام اینها تاثیر دارند در این که انسان وسواسش در نماز کمتر بشه. بالفرض و قطعا هم کمتر می شود اگر کسی این گونه عمل بکند، وسواسش کمتر می شود. اما اگر نمازی انسانی خوند که وسواس داشت در قلبش و در خاطرش چیزهای دیگری می آمد و حضور قلب نداشت، بازم نمازش درست هست، نمازش کاملا صحیح است. اما هرچند انسان که حضور قلبش در نماز بیشتر باشد، خضوع و خشوعش بیشتر باشد، در واقع تاثیر نماز در زندگی انسان بیشتر خواهد بود و ثواب بیشتری رو هم خواهد بود. جزاکم الله خیر.
سوال بعدی بیننده این است که خب قبل از تولد بچه تعویض میدن که بدون مشخص بشه بچه پسر باشه یا دختر، این چه حکمی داره؟ نه، چنین تعویضی وجود نداره که در واقع ساختار بدنی انسان رو تغییر بده که دخل و تصرفی در منعکس شدن نطفه داشته باشه که نوع اون نطفه در واقع پسر باشه یا دختر باشه. چون این چیزی در شریعت اسلامی نه در قرآن هست و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یک چیزی رو شما بگیرید آویزان بکنید که این جنین دختر بشود یا پسر بشود. منتها اگر منظور این است که به صورت دعا باشد، میروند پیش یک انسان صالح و نیکوکاری که اهل تقوا و پرهیزگاری هست، دعا بکند که الله متعال به اونها مثلا فرزند دختری بدهد یا پسری بدهد، اینش اشکال شرعی ندارد. اما این که تعویضی بنویسد و این تعویض کارگر باشد که نقش داشته باشد که اون جنین دختر بشود و پسر، چون این چیزی وجود ندارد. با تعویض نوع جنین و پسر بودن و دختر بودنش قابل تغییر نیست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی در مورد صیغه میخواستن که در اسلام به چه صورت بوده صیغه؟ ولی صیغه در واقع در اسلام نبوده. این یک صیغه یکی از ازدواج‌های زمان جاهلیت بوده که در زمان جاهلیت رواج داشته و در ابتدای اسلام هم وجود داشته، خصوصا در جنگ‌ها وقتی که می‌رفتند و نیازی داشتند مردم به ازدواج و نمیتونستند که مثلا یک ازدواج دائمی باشد به عنوان ازدواج موقت، با شرایطی که شرایطش دقیقاً همون ازدواج در واقع در زمان در واقع ازدواج همون شرایط رو، همون نکاح رو، همون طلاق رو و همون احکام ازدواج رو داشت. این در ابتدای اسلام بوده و قطعا روایات قطعی در این زمینه وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو به صورت قطعی ممنوع کردن و به هیچ عنوان ثابت نیست که شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بزرگان اصحاب رسول الله مانند سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و یکی دیگر از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین صیغه‌ای رو انجام داده باشند. شما در هیچ جای تاریخ از در مورد هیچ یکی از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و از علی، حسن، حسین و دیگر بزرگواران رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شما نمیتوانید پیدا بکنید که صیغه‌ای رو کرده باشند، ازدواج موقتی رو انجام داده باشند یا اینکه فرزندی داشته باشند از صیغه باشند. این دلیل بر این است که چون این چیزی اتفاق نیفتاده. با اینکه ما میدونیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت حسن زنهای زیادی رو گرفته بودند، زنهایی رو مثلا طلاق داده بودند یا اینکه فوت کرده بودند و بعد از آن زن گرفته بودند، خصوصا حضرت حسن رضی الله تعالی عنه. اما در هیچ موردی نداریم که ایشون ازدواج موقتی رو کرده باشند. اگر واقعا ازدواج موقتی جایز بود، به جای ایشون که این همه زن بگیرند و طلاق بدهند، خب میرفتند ازدواج موقتی رو انجام میدادند. این عملا صورت نگرفته، هیچ شاهدی در تاریخ و در احادیث ما نداریم و هیچ فرزندی هم ائمه بزرگوار شیعه یا اهل سنت اصحاب ندارند که ثابت شده باشه که این فرزند از فرزندان نکاح موقت یا اون صیغه باشه. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که پدری دارای چند فرزند بوده و یکی از فرزندان قبل از پدر فوت کرده است. بعد از فوت پدر ارث به نوه‌هایش که از آن فرزندی که در زمان پدر فوت کرده چرا نمیرسه؟ ایشون در واقع خود معنی ارث رو یعنی اشکال دارن در معنی فهمیدنش. ارث به مالی گفته می شود که بعد از مرگ یک کسی به وارثش میرسد. ارث یک ترکه‌ای هست، مالی هست که بعد از فوت یک شخصی به ورثه اون میرسد، بعد از فوتش. پدری که هنوز فوت نکرده پس بنابراین میراثی ندارد که تقسیم بکند، یعنی مالش به عنوان میراث نیست. اگر فرزندی قبل از پدرش در واقع از دنیا برود، این در واقع مستحق ارث نیست، زیرا که در زمان بعد از پدر زنده نبوده. اگر بعد از پدر زنده بماند، این در واقع استحقاق این ارث رو دارد، زیرا که معنی ارث این است یعنی مالی که بعد از درگذشت پدر به فرزند یا به وارثه دیگر میرسد. اما زمانی که یک فرزندی قبل از پدر میبیند، به این معنی هست که در واقع به اون زمانی نرسیده که این صلاحیت و استحقاق ارث را داشته باشد. و از نظر شرعی زمانی که ارث را تقسیم میکنند، اگر یک فردی مثلا فرزند داشته باشد و نوه داشته باشد، وجود فرزند خودش در واقع مانع هست، نوه ها رو حجم میکند، یعنی صلاحیت و این استحقاق زکات ببخشید ارث رو به اونها نمید. و این برمیگرده به خود معنی ارث و این احکام از شریعت اسلامی کاملا احکام میراث در قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا بیان شده. چه کسی حق دارد، چه کسی حق ندارد، در چه صورتی حق دارد، در چه صورتی
متفاوتی حق ندارد، سهمیه چه اندازه هست، در چه صورت این سهمیه قابل تغییر هست، بالا پایین می شود. تمام اینها در واقع تدوین شده و بیان شده در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. منتها این برمیگرده به ارث، یعنی ترکه‌ای که ترکه هست، یعنی بعد از مرگ انسان به جا میماند. قبل از مرگ انسان اگه کسی بمیرد هیچی که صلاحیت یعنی استحقاق مال اون رو بعد از مرگش در واقع نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که نماز پیامبران قبل از اسلام به چه صورت بوده؟ در مورد شریعت هایی که قبل از اسلام بودند کیفیتش دقیقاً در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نشده. هر پیامبری یک شریعت مشخصی رو داشته. شریعت به معنی یعنی کیفیت عبادتی، نحوه عبادتی برای هر دینی، برای هر در واقع پیامبری یک گونه متفاوتی بوده و آن چیزی که در اسلام هست دقیقاً به این صورت در زمانهای گذشته نبوده و کیفیت نمازشون یا بقیه عبادتشون در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت تفصیل بیان نشده. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی ایشون در مورد ازدواج فرزندان آدم و حوا علیهم السلام با بله این امروزه حرام هست، در شریعت اسلامی این حرام هست، اما در ابتدای خلقت چاره‌ای نبوده و در برخی از روایات اومده، البته صحت و سقمش که روایات چه بس اسرائیلی هم باشه، که در زمان حضرت آدم علیه السلام یعنی حوا دو قلو می آورده، دختر و پسر. این کسانی که الان این مرحله زایمان به دنیا می اومدن با کسانی که مرحله بعدی بودن با هم دیگر ازدواج میکردن، یعنی خود این فرزند اولی با دومی. به همین صورت این تا اینکه آغاز این خلقت و آفرینش و تناسل در واقع به وجود بیاد. این یک استثنایی بوده در شریعت اسلامی و در تاریخ ادیان و بعد از آن چنین چیزی حرام و ناجایز هست. این فقط به عنوان این بوده که چاره‌ای و از نظر عقلی هم وقتی که ما نگاه بکنیم راهی برای تکثیر نسل و تناسل وجود نداشته غیر از همین مورد. جزاکم الله خیر. بیانی بعدی پرسیدن که خانمم به کلاس قرآن میره، آیا در حالت حیض میتونه قرآن بخونه؟ بله، خواندن قرآن که به عنوان این باشه که سر کلاس برود یا خودش آموزگار و معلم هست و چاره از این نداره، در این موارد حتی در عادت ماهیانه می شود که به کلاس درس قرآن رفت و حاضر شد. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد وام مسکن پرسیدن، حلال یا حرام؟ وامی که از بانک های ربوی گرفته می شود وام هست، هیچ گونه تفاوتی نیست که این وام به عنوان اسمش را بگذاری وام مسکن یا وام ازدواج، وام کشاورزی، وام خرید وسایل خانه باشد، هر چیزی باشه وقتی که اسم وام رو سرش هست و بیشتر از آن مبلغی که به شما تحویل میدهند از شما پس میگیرند، این در واقع همون وام هست و همون سود هست و ربا هست و تحت هیچ شرایطی ولا این که درصدش هم پایین باشه این جایز نیست و انسان باید از این مورد پرهیز بکنه. جزاکم الله خیر. آقا حسین از کردستان سوالشون این بود که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم پشت سر عبدالرحمن بن عوف نماز خوانده یا نه؟ اتفاق افتاده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگانی خودشون تا جایی که من در خاطر دارم پشت سر 2 نفر نماز خوندند. یکی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، قبلا هم این اتفاق افتاده بود در زمان بیماری رسول الله صلی الله علیه و سلم، عملا و مستقیما از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده شدند که ایشون نماز بخونند و یک روز اتفاقا رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نماز خوندند. قبل از این هم یک روزی رسول الله پشت سر سیدنا در واقع ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نماز خونده بودن، رفته بودن جایی و وقتی که اومدن دیدن نماز شروع شده، پشت سر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اقتدا کردند و نهایتا حضرت وقتی که ابوبکر صدیق متوجه شد اومدن پشت سر و گفتند که شایسته نیست برای ابوبکر پسر ابو قحافه که در حضور رسول الله امام بشود و بعد از این رسول الله صلی الله علیه و امام شدند. و یک مورد دیگر که در صحیح ابن خزیمه آمده در مورد عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه است که رسول الله پشت سر ایشون نماز خوندند و اتفاق از این قرار بود که در یک سفری رفته بودند و رسول الله به صحرا تشریف برده بودند و وقت نماز فرا رسید و رسول الله تأخیر کردند. صحابه که حضور داشتند اقامه کردند، نماز را شروع کردند و بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدند و پشت سر عبدالرحمن ابن عوف در واقع اقتدا کردند و نماز خوندند و چون که به نماز نرسیده بودند بعد از نماز برخاستند و بقیه نمازشون رو کامل کردند. جزاکم الله خیر. سوال بعدی خود ایشون این بود که در خونه که هستم
یه مقداری صدامو بلند میکنه وقتی نماز میخونم. بله تفاوتی رو نداره در نمازهایی که جهری هست، نماز صبح هست، نماز مغرب و نماز عشا که قرائت با صدای بلند خونده میشود اشکال ندارد، بلکه اولاتر و بهتر هم همین است، چه انسان با جماعت باشد یا غیر جماعت باشد، خودش تنها یا 2 نفر در منزل وقتی که نماز میخونن اولاتر و بهتر این است که با صدای بلند بخونند، قرائت رو جهرا بخونند، هیچ گونه اشکالی نداره. جزاکم الله خیر. آخرین سوالی هم که از طریق پیام‌های بینندگان گرفتیم این بود که برادری پرسیدن که همسرم بچه دار نمیشه، آیا میتونم همسر دیگه انتخاب کنم؟ بله صرفا این که همسر ایشون بچه دار نمیشود یا 4 سال از ازدواج کردن تا حالا بچه دار نشدن، این نمیتونه دلیلی باشه برای این که ایشون بروند و زن دومی رو در واقع ازدواج بکنن. چه بسا مشکل شاید از خود ایشون باشه یا مشکل خانمشون شاید قابل حل باشه، مراجعه بکنند. مراجعه کردن به ملا و دعانویس این راه حل نیست. این یک عادت متاسفانه بد هست و ناجایزی هست که با کوچکترین مشکلی که پیدا میشد برند پیش یک انسانی که دعایی بنویسند. بروید بگویید به علما که دعا بکنید، این هم یک از اسباب است، اما اسباب دیگری رو که الله متعال قرار داده اونها را فراموش نکنید. خود همون مولایی که شما پیشش میروید، دعانویس وقتی که شما پیشش میروید هنگامی که بیمار میشود اون میرود به بیمارستان و به یک پزشک در واقع مراجعه میکند که اون رو معالجه بکند. شما هم اگر خودتون بچه دار نمیشوید یا مشکل از خودتان هست یا از همسرتان هست، بروید و به پزشکانی که در این زمینه مهارتی رو دارند بروید پیش اونها و تا اینکه شما رو معالجه بکنند و این دوران درمان رو بگذارید. در کنار این خودتون هم دعا بکنید، خانمتون هم دعا بکند و استعانت بجویید از الله متعال، از انسانهای خیر هم نیکوکار هم بخواهید که برای شما دعای خیر بکنند. و اما این که صرفا چون که چند سالی هست ازدواج نکردید بروید بعد از این همسر دوم بگیرید، این در واقع راه عاقلانه نیست. و اتفاقا چندین مورد هم پیش اومده و من یعنی اسمن میشناسم چندین نفر رو که چندین سال ازدواج کرده بودند، بچه دار نمیشدند و به همین بهانه شوهر رفته زن دیگر رو گرفته. اتفاقا هر دو تا زنش با هم باردار شده. یعنی این که این دلیل قانع کننده نیست، یعنی شما تمام راه ها رو نرفتید. اگر واقعا خودتون میخواهید که بروید زن دیگری رو بگیرید، خب یک بحث جداگانه است. اما اینکه گناهش رو بیاندازید بر همسرتون چون که همسرم باردار نمیشود من میرم زن دیگر میگیرم، شما تمام راه ها رو بروید معالجه بکنید. اگر واقعا راهی نداشت میتونید برید زن دیگری رو بگیرید و اگر واقعا این توانایی رو داشته باشید و چه بسا که مشکل شما قبل از آن حل بشود. امیدوار هستم که الله متعال و دعا میکنم الله متعال به تمام کسانی که ازدواج کردند و الله متعال به اونها بچه‌ای رو تا حالا عنایت نکرده، انشالله که بچه و فرزندان نیک و صالحی رو الله متعال به تمام زوجه ها و به تمام خواهران و برادران ما انشالله عنایت بکند و اون کسانی رو که الله متعال به آنها بچه و فرزند عنایت کرده فرزندان آنها رو هم نیک و صالح بگرداند. آمین. تشکر میکنم از شما و از اتاق فرمان خواهش میکنم که صدای بیننده‌ای که از طریق پیامگیر شبکه سوالشون مطرح کردن را پخش بکنن. الو سلام، من عبدالله هستم از بلوچستان. من زن طلاق خوردم، گفتم که 77 اگر زن طلاق خوردم که اگر تریاک تر کرده بودم اگر شروع کنم 77 بر زنم طلاق است، ولی یک مرتبه گفتم. آیا این چطور هست؟ زنم طلاق میشه یا نه؟ بله بفهم. متاسفانه واقعا این پدیده یک پدیده واقعا درد آوری هست که به هر مناسبت و بدون مناسبت انسان بحث زندگی خودش رو به میان بیاورد، به جای اینکه اگر قرار هست قسم بخورید، اگر قرار هست محکم کاری بکنید، خودتون رو بر یک کاری مجبور بکنید، راهش سوگند خوردن به نام الله متعال هست. سوگند خوردن یا زن طلاق خوردن به اصطلاحی که در جامعه معروف هست، این راه عاقلانه نیست، از نظر شرعی هم حرام هست. یعنی حرام هست که انسان به طلاق قسم بخورد. این در حد این است که شما مثلا قسم به غیر الله بخورید. یک کسی به مثلا به پیر و به پیغمبر قسم بخورد، به یکی به بتی قسم بخورد، دقیقاً مثل این است که انسان مثلا به طلاق قسم بخورد و چنین امری در شریعت اسلامی کاملا ناجایز و حرام هست.
منتها در مورد حکم شرعیش من در این زمینه نظر متفاوتی رو دارم، چه برسا با بسیاری از دوستان و فقها نظر من متفاوت باشه، اما حقیقت و واقعیتی است که من به آن ایمان دارم و به این نتیجه رسیدم. این بحث قسم خوردن به طلاق یک بحث جداگانه هست و بحث تعلیق طلاق یک بحث جداگانه هست. دو قضیه کاملا مجزا و متفاوت هستند. یکی از تعلیق طلاق، یعنی طلاق رو معلق میکنه، طلاق داده منتها طلاق معلق هست. به طور مثال میگوید که فردی مثلا میگوید که اگر آفتاب برآید زنش طلاق میشود، هر وقتی که فلان مسافر از سفر برگشت زنش طلاق هست. خب این زنش رو طلاق داده، هدفش این است که زن رو طلاق بدهد، منتها این طلاق رو معلق کرده، گفته اگر زن وارد خانه بشود طلاق هست. خب طلاق داده، منتها این طلاق در واقع معلقی هست که این طلاق را خودش صادر کرده، هدفش هم طلاق هست، منتها اینو معلق کرده و به یک امر خارجی و یک علامتی برای اون قرار داده. این یک حکم جداگانه هست. وقتی که اون اتفاق بیفته زن طلاق می شود. کسی که قسم خورده اگر آفتاب طلوع بکنه زنش طلاق هست، با طلوع آفتاب زنش طلاق می شود. کسی که قسم خورده یا مثلا گفته که اگر مسافری از سفر برگرده فلان نفر بیاید زنش طلاق هست، با مجرد قدوم اون مسافر زنش طلاق می شود. این می شود طلاق معلق، یعنی طلاقی که این رو معلق کرده و اینو بسته و به یک اتفاقی، اگر فلان اتفاق افتاد زنش طلاق هست. این یک بحث است. یک بحث دیگری ما داریم به عنوان یمین هست، به عنوان سوگند هست. هدف انسان طلاق نیست، بلکه یک نوع قسم هست و محکم کاری هست، یک نوع عزمی هست، یک نوع مجبور کردن خودش هست که من این کار رو انجام ندهم و هدفش به هیچ عنوان طلاق نیست. در این مورد مثل این مورد یک کاری رو مثلا نمیخواد انجام بده، نمیخواد زنش رو طلاق بده و نمیخواد اون کار رو انجام بده. مثلا میگه من اگر فلان کار رو انجام بدهم انجام نمیدهم، اگر انجام بدهم زنش مثلا طلاق باشه. این در واقع قسم به طلاق خورده، نه اینکه طلاقش طلاق معلقی باشه. نظر من در این مورد این است که این سوگند به طلاق هست، طلاق معلق نیست و سوگند به طلاق یک عمل حرامی هست، نباید سوگند به طلاق بخورن. زن طلاق دادن حرام در شریعت اسلامی، نه خود انسان باید زن طلاق بخورد و نه به کسی دیگر زن طلاق بدن، به هیچ عنوان چنین کاری جایز نیست. منتها این نظر شخصی بنده هست، اگر چنین اتفاق افتاد زن طلاق خوردن، زن طلاق نمی شود، بلکه این یک نوع قسم هست و کفارش هم کفاره یمین هست، یک سوگندی هست و چون که دوباره رفته مثلا مواد مخدر مصرف کرده، یک کفاره قسم بدهد، به 10 مسکین غذا بدهد یا لباس بدهد، عتق رقبه‌ای که وجود ندارد و اگر نتونست نهایتا همون 3 روز را روزه بگیرد. منتها عموم فقها در مذاهب اسلامی اینو جز نوع اول قرار دادن. به عنوان امانت علمی من اینو عرض میکنم که عموم فقها اینو جز نوع اول قرار دادن، به عنوان طلاق معلق قرار دادن و معتقد هستند که طلاق واقع میشود. اما نظر شخصی بنده این است که این طلاق معلق نیست، بلکه سوگند به طلاق هست و سوگند به طلاق مانند سوگند به الله متعال همون کفاره داره، کفاره یمین دارد و طلاق واقع نمیشود. تشکر میکنم از شما. صدای بعدی بیننده رو پخش کنید. الو سلام، خستم شما از ایران تماس میگیرم. آره میخوام سوالی بکنم شرعی. کسی که تو دعواخونه زنش باشه بهش بگه برو، اگر نه بیا تو خونه، اگر نه یاد بهش 2 بار بگه، بعد دیگه طلاقم بگذره، بعد بیاد با خونه، آیا طلاق است یا نه؟ میخوام از شرکتم نبم برای چیزیه طرفم عصبانی بوده و معتاد بوده. بازم بحث طلاق رو واقعا عرض کردم که واقعا درد آور هست که مرد این اندازه شهامت نداشته باشد، این اندازه تحمل برای زن ارزش قائل نیستن که یا برای زندگی خودش ارزش قائل نباشه که این موارد رو ذکر بکنه، بعدا هم چند لحظه بعد پشیمان بشن. اما صورت مسئله که در اینجا این بیننده عزیزمون مطرح کردن که گفته بودن اگر نیایی طلاق هستی و اومده، الان ترسیده اومده، پس بنابراین طلاقی واقع نمیشد. تهدیدش کرده اگر نیایی طلاقی میدن، الان که اومده طلاقی در واقع اتفاق نمیافتد و واقع نمیشد. بله، جزاکم الله خیر. پیام بعدی بیننده رو بخش کنید. سلام، اصلا نباشید. سوال شرعی داریم. میخواستیم سوال بگیریم کسی که 3 بار طلاق زنش داده برای بار 4م گفته من طلاق زنم دادم، اینجوری در حضور زنش هم نبوده، جای دیگه بوده، زنش هم نبوده، اصلا نشنیده که چی گفته. حالا این طلاق واقع هست یا نیست؟
همین سوال ما همینه. اگر واقعا 3 طلاق قبلا داده، 3 طلاق قبلا یعنی داده، یک بحث جداگانه هست که 3 طلاق وقتی که نمیدونه الان کیفیت 3 طلاقی میگن 3 طلاق داده به چه صورت بوده، یک بحث جداگانه هست. اما طلاق خودش یعنی کلا 3 مورد است. شاید وقتی میگم من زنمو 3 طلاق میدم یا زن طلاق، منظورش وقتی میگه که زن طلاق میدهم با طلاق میدهم با این جمله طلاق میدهم، طلاق واقع نمیشود. حتی باید جمله ماضی باشه که طلاق دادم، طلاق را واقع کردم، اینجوری باشه طلاق واقع میشد. اما با این جمله که من زن را طلاق میدهم، این گونه در واقع این با این جمله طلاق نمیافتد. اگر واقعا 3 مرتبه طلاق داده باشه قبلا، که یا مثلا 1 مرتبه طلاق داده، 2 مرتبه طلاق داده باشه و الان حکایت میکند که من طلاق داده ام، نه اینکه بخواد طلاق جدید رو بدهد. 1 طلاق داده، 2 بار طلاق داده، مثلا الان 3 مرتبه هم تکرار بکنه من طلاق دادم، یعنی این که 1 مرتبه قبلا من اون لفظ طلاق رو به کار بردم، این حکمش کاملا جداگانه هست، تاکید بر اون طلاق قبلی هست. پس بنابراین طلاق جدیدی واقع نمیشه، نمیخواد طلاق بده. الان که آوردن در مجلس میگه بله من طلاق دادم، اون همون طلاق قبلی هست. اما اگر به صورت استئناف باشه میخواد طلاق بده، بحث طلاق دادن هست، میگه من طلاق دادم، این میشه همون 3 طلاق حساب میشه. وقتی که به صورت استئناف هست این همون 3 طلاق حساب میشه. اما اگر حکایت از گذشته هست، ازش میپرسن چه کار کردی، مثلا میگه که طلاق دادم، خود این تکرار این که بگه طلاق دادم این طلاق جدیدی حساب نمیشه، این حکایتی از اون حال گذشته است که من طلاقی رو واقع کردم. اما اگر هدفش این است که دوباره طلاق دیگری میدهد، این قطعا طلاق دیگری حساب میشود. اگر طلاق اول و دوم هست حق رجوع را داره، اگر طلاق سوم هست کاملا از هم دیگر جدا میشوند. طلاق چهارمی موردی را نداره، یعنی طلاق 4 جایی برای افتادن نداره. با 3 طلاق این زن و مرد از همدیگر کاملا جدا میشوند و این بینونه رو میگن بینونه کبرا هست، یعنی این که قطعا از همدیگر جدا شدن تا زمانی که اون زن نرود یک ازدواج مجدد انجام ندهد و طلاقش نگیرد از اون شوهر قبلی یا شوهر قبلیش از دنیا نرود، نمیتونه با این شوهر قبلی دوباره بیاد ازدواج بکنه. تشکر میکنم از شما. پیام بعدی بیننده رو پخش کنید. سلام الله علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. من عبدالله هستم از ایران، از استان گلستان. برادران محترم، میخواستم بی زحمت تیمم غسل را بی زحمت توضیح بدهید که تیمم غسل بی زحمت خواهش مندم از الله متعال. خواستم که شما را حفظ کند و اجرتان با الله انشاءالله. به همه برادران دسترمکان شبکه علی خصوص برادرم محمد انصاری و استادان شبکه و همه زحمتکشان به صلاح سلام و عرض ادب میکنم. شما را به الله میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داره غسل تیمم. غسل تیمم یا تیمم غسل کدوم؟ دیگه حتما غسل نداریم ما چیزی به عنوان غسل تیمم یا تیمم غسل ما نداریم. من تا این شاید بیننده من هدفشون این باشه که تیممی که جایگزین غسل باشه، تیممی که جایگزین غسل باشه. تیمم خودش یک وضوء اضطراری هست، یک در واقع طهارت اضطراری هست، می شود هم جایگزین وضوء بشود و می شود هم جایگزین غسل باشد. فرض بکنیم یک کسی در بیابان هست، در جایی که آبی وجود ندارد، الان وضوء شکسته، راهش این است که برای تیمم بکند. این یک مورد که به خاطر عدم وضوء، چون که وضوء ندارد و میخواد طهارت حاصل بکند، میره تیمم میکند. اما مورد دوم این که جنابتی بهش دست داده، یعنی حدث اکبر هست به اصطلاح. حدث تقسیم بر 2 میشه که همون بیوضویی هست و حدث اکبر که جنابت هست. الان جنابتی دست داده، میخواد که جنابت رو مرتفع بکنه، تیمم بگیره. در هر 2 مورد تیمم کردن مشروع هست. در هر 2 مورد چه انسان بیوضو باشد برای رفع بیوضویی میخواد تیمم بکند، یا برای رفع جنابت، یا برای رفع حیض و نفاس. مثلا حکم حیض، مثلا آبی وجود ندارد میخواد که تیمم، الان پاک شده زن و آب وجود نداره که غسل بکنه، الان راهش این است که در واقع تیمم بکنه. تیممی که به جای وضو گرفته میشه،
یا تیممی که به جای جنابت برای رفع جنابت می شود یا برای رفع حکم حیض می شود، تمام اینها یکی هست. ما تیممی که متفاوت باشه، که یکی تیمم وضو باشه، یکی تیمم غسل باشه، یکی تیمم حیض و نفاس باشه، ما نداریم. تیمم تمامش یکی هست و روش تیمم اونگونه که در حدیث عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه بیان شده و این حدیث متفق علیه هست. یک اتفاقی افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه و که جالب هست این اتفاق. نمیدونم چه اندازه ما فرصت داریم. 3 دقیقه وقت. عمار رضی الله تعالی عنه یک جای رفته بود و در سفر جنابتی بهش دست داده بود. وقت نماز هم که رسید حکم تیمم را نمیدونست، هنوز بیان نشده بود برای این افراد و چون این اتفاقی نیفتاده بود. ایشون میگه که در روایت میگه تمرغ الحمار، من مثل میگه یک اولاغ یعنی تو خاک غلطیدم به خاطر اینکه تیمم کرده باشم. اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و تعریف کرد که من وقت نماز بود و این گونه کردم، این تیمم من درست نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انما یکفیک هکذا، این گونه عمل میکردی برای تو کافی بود و کیفیت تیمم را رسول الله صلی الله علیه و بیان کردن. عمار میگه که ضرب بکفیه الارض، رسول الله صلی الله علیه و دو دستش رو بر زمین زدند یک مرتبه و نفخ فیهما و دمیدن فوف کردن در دستهای خودشون، ثم مسح بهما وجهه و کفه، که رسول الله صورتش رو مسح کردن با همین دستی که به خاک زده بودند و تکان داده بودند یا دمیده بودند، صورت خودش رو مسح کردند و کفه، دو کف خودش را، یعنی کف دست را تا اینجا تا بند دست است و دو کف دست را به صورت این صورت یا به این کیفیت اینو مسح کردن. این تیمم هست که در صحیح بخاری و صحیح مسلم بیان شده و از زبان حضرت عمار ابن یاسر. این تیمم جای غسل بود دیگه، فرق نمیکنه. تیمم چه به خاطر جنابت باشه، رفع جنابت باشه، چه به خاطر رفع بی‌وضوئی باشه، چه به خاطر رفع حیض باشه، حکم حیض، تمام تیمم به همین صورت این کفایت میکنه. منتها در فقه احناف یک کیفیت دیگری رو بیان کردن، به جای یک ضربه 2 ضربه هست. یک ضربه رو میزنند و صورت رو مسح میکنند و ضربه دوم دست رو مسح میکنند و این دست رو تا آرنج مسح میکنند. هر دو صورت این تیمم جایز هست. منتها تیممی که متفق علیه هست حدیث عمار ابن یاسر هست در صحیح بخاری و مسلم و عموم مذاهب اسلامی و علما و ائمه بر این کیفیت عمل میکنند. جزاکم الله خیر. وقت برنامه نیز تمام شد و به بینندگان نیز خسته نباشید میگیم، به شما استاد گرامی نیز خسته نباشید میگیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.